به نام خداوند مهربان، برادران و خواهران گرامی، هموطنان عزیز ارجمند، و برنامه خودتان برنامه بازشگاه خوش آمدید. امیدوارم که صحت و سلامت هستید و شما بخیر باشید. من محمد جان فیض‌رحمانov هستم، همراه همکارم برادر باباجان قیوم. انشاءالله امروز در برنامه امروز مسائل زیر رو بحث و بررسی خواهیم کرد. مسئله اول، این سخت‌ترین جزا برای امامعلی رحمان، و مسئله دوم سفری شوکت میرزیویف رئیس جمهوری همسایه کشور ازبکستان و تاجیکستان، و اگر خدا نصیب کرده باشد وقت پیدا کردیم درباره ادامه سرکوب دینداران در تاجیکستان بحث و بررسی خواهیم کرد. برادر بابا جان خوش آمدید. سلامت باشید. تشکر میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. در خدمت انشاءالله که با هم برنامه را بتونیم پیش ببریم. سلامت باشید. برادر بابا جان، هموطنان عزیز، خیلی که میدونیم امامعلی رحمان در 2-3 ماه اخیر روابط خود را با 3 کشور همسایه تغییر داد. یعنی اول چندان توجه نمیکرد و با یکش اصلا یک نوع دشمنی اظهار میکرد، و بعد حالا میبینیم که 180 گرادوس تغییر کرده است و میخواهد روابط خود را با این 3 کشوری که در خود در نامهای رسمی خود نام اسلام وجود دارد روابط خود را بهتر و خوبتر بکند. و این 3 کشور جمهوری اسلامی ایران هست، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان. ما انشاءالله در این بحث امروز انشاءالله در مورد همین چرا امامعلی رحمان یک باره 180 گرادوس تغییر کرده روابط خود را میخواهد با این کشورهایی که اول با بعضیش متکبرانه روابط داشت و بعضیش با رقابت خود را همچون دشمن اظهار میکرد و بعضیش اصلا زیاد توجه هم نداشت. ولی یک باره چی شده است که امامعلی رحمان حکومت تاجیکستان میخواهد با این 3 کشور روابط خود را بهتر کند. مثلا با افغانستان خیلی که میدونید، هم میبینیم در افغانستان اونها اصلا توجهی نمیدادن و میگفتن که این یک کشور جنگ زده است. حتی در رسانه‌های حکومتی هم می‌بینیم که چنین چیزها بود: یک کشور جنگ زده، یک کشور عقب مانده، یک کشور دیگر. شما می‌خواهید تاجیکستان رو به افغانستان تبدیل بدید. و حتی در یکی از همین صحبت‌ها با یکی از مقامداران مشهوری افغانستان که تاجیک هست گفته بود که ای بچه شما چیکار میکنید؟ باید با ملت باشید، مثل که خودش با ملت هست. دیگر با این شکل با اونها رفتار میکرد. ولی وقتهای اخیر میبینیم که حکومت تاجیکستان میخواهد با اینها هم روابط خود را بهتر کند. یتیموف چند بار، سیمومین یتیموف رئیس کمیته امنیت ملی چند بار با این کشور سفر کرد. و همچنین با پاکستان. من مثلا خودم در پاکستان درس خواندگی هستم، حدود 20 سال در اونجا درس خواندم، تدریس کردم. ولی همیشه این حکومت امامعلی رحمان، حکومتداران تاجیک، با برادرانی که در این کشور درس میخوندن همیشه با چشم مشکوک و همیشه نگاه میکردند و همیشه میگفتند شما در پاکستان درس خوندین، شما تروریست هستین و دیگر. و چنین در ادبیات حکومت تاجیکستان چنین چیزها رو پیدا کردن خیلی آسان است. در رسانه‌ها، در وبسایت‌ها که این پاکستانی‌ها خوندگی در اونجا یعنی تعلیم و تربیه تروریستی میدینند. ولی باز یک باره
می شود که امام رحمان خودش سفر میکند به اونجا، میخواهد که روابط خود رو بهتر بکند ولی شرم دارد که به ایران برود. و ایران هم همچنین، ایران و کشورهای معلوم گفته همیشه متهم میکردن که او مخالفین را کمک میکند و که دیگر و دیگر همیشه پس میزدن. مثال و در چندین فیلم های خیانت و دیگر فیلم ها را نشر کردن که در اونجا همه اتهام اصلی برمیگشت به همین جمهوری اسلامی ایران. ولی چرا و خود در خود تاجیکستان که خیلی که هموطنان عزیز گفتن در این سه کشور بانوهای اسلامی هستند: جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان. یک بار رحمان میخواهد تغییر بدهد، وزیرای خود را میفرستد، رحیمزاده را به ایران، یتیم و وزیر دفاع پیشتر میرود، وزیر دفاع پیشتر از رحیمزاده میرود از ایران دیدن میکند و در مقبره قاسم سلیمانی گل میگذارد و تعظیم میکند و همین چیزها رو میبینیم. و در داخل تاجیکستان هم هر چیزی که به نام اسلام، به نام ارزش‌های اسلامی هستند، اونها مخالفت میکردن، با ریش، با حجاب، چی مسجدها رو بند میکردن و همیشه یعنی یک حکومت رحمان یکی از همین صفت‌هایش یا که یکی از همون اگر کارنمایی‌هایش باید ببینیم، این بدبینی به دین اسلام، بدبینی به تمام شعائر اسلامی است. چی حجاب باشد، چی ریش باشد، چی مسلمان باشد، چی حزب‌های اسلامی باشد، هر چیزی باشد شش کرده بود که اینو بزنه. ولی یک باره و برای همین است که شاید برای همین است که پیام، این وبسایت پیام اینو همین رو گفته است که سخت‌ترین جزا برای امام رحمان، یک نفری که از اسلام بدش میآید، یک نفری که از ریش و از حجاب و اینها را بدش میآید، از آن بدش میآید، از آن را منع میکنند، ولی خود میرود به اسلام آباد و وزیر دیگر شرح را میفرستد به تهران و وزیر از اون وزیر دفاع را میفرستد به تهران و یتیموف میرود و افغان هایی که ریش دارند با ها صحبت میکند. ولی همین خیلی حالت ها هست. برادر بابا جان قیمزاد، چرا یک باره امام رحمان به این حد تغییر کرد، 180 گرادوس روابط خود را با این سه کشور اسلامی تغییر؟ خوب محمد جان، اگر شما خوبتر میدونید در پاکستان تحصیل کردید، شما هم اگر این حادثه های یک کم به عقیب برگردیم به قضیه ها نگاه کنیم، در تمام این مدت رحمانوف یک گونه مشکلاتش با پاکستان، با ایران، با افغانستان بیشتر از اون زمانی بود که مذاکرات صلح در اونجا برگزار میشد، چون بیشتر دور مذاکرات هم در کشورهای پاکستان، ایران، افغانستان برگزار شده است، بعدا البته در روسیه و دیگر جا. ولی این سه کشور بیشتر کشورهایی بودن که نیروهای مخالفین یا همون اپوزیسیون تاجیک در اینجا بیشتر پایگاه داشتند یا اینکه مردم در اونجا زندگی میکردن، اعضای اپوزیسیون تاجیک. و به همین خاطر بود که رحمانوف از همون زمان با این سه کشور یک کینه شتری داشت نسبت به این سه کشور. البته همه میدونند کینه ورزی رحمانوف دیگر برای هیچ کس پوشیده نیست و این کینه، این بدبینی افراطی در رحمانوف باعث شده بود که حتی کسانی را که در این کشورها تحصیل کرده بودند، به خصوص ما و شما میدونیم که تحصیل کرده های پاکستان به طور منظم و خیلی مفرط از حد زیاد تحصیل کرده های پاکستان چیکار کردن؟ زندانی شدن از طرف حکومت رحمانوف، در حالی که اکثریت اون جوانانی که زندانی شدن ما و شما میدونیم که هیچ گناهی ندارن و اونها نه افراطی هستند، نه به اصطلاح اکستریمیست هستند، نه هیچی، فقط همین که در پاکستان تحصیل کرده بودن. و اخیراً شما میدونید که یک گروه تحصیل کرده های ایران را هم به همین شکل دوباره بازداشت کردن، زندانی کردن و انا همون کینه و نفرتی که نسبت به این کشورها از اون زمان باقی مانده است،
این حکومت رحمانوف و این مخصوصا شخص رحمانوف نمیتوند که از این صرف نظر کند و این حس انتقام جویی و کینه و نفرت رحمانوف به تمام جنبه های حکومت نفوذ کرده است، سرایت کرده است و شما میدانید که در این حکومت هر چی رحمانوف میخواهد همون میشود و به همین خاطر اگر نگاه کنید یک همین حس نفرت در تمام سطح ها تقریبا دیده می شود و مردم رو تحصیل کرده های این کشورها رو زندانی میکنن و در تمام از طرف دیگر شما اگر دقت کرده باشید معیاری بدی در معرفی کردنی بخصوص رادیو تلویزیونی حکومت تاجیکستان، امنیت تاجیکستان، MVD یا وزارت داخلی تاجیکستان، افغانستان، پاکستان است، ایران. از اون فابریکه جواب. بله، فابریکه جواب. تمامی اگر بخواهند که یک مقایسه کنن و یک چیزی بد رو نشان دادنی باشند، اون معیاری بدی برای اونها یا افغانستان است یا پاکستان یا ایران. ولی امروز میبینیم که اونها مجبور میشود به همون طرف رو بیارد که واقعا هم خودشون از اون رو معیاری بدی برای خودشون میدونن، ولی امروز میبینن که دیگر جایی نمانده است براشون و این افرادشون واقعا هم دردسرشون شدگی است و به همین خاطر جلب توجه میکنه سفر رحمانوف که در دشمنی با این کشورها و بدبینی و نفرت نسبت این کشورها واقعا افراد کرده است و انا همین است که امروز مردم به این توجه میکنن که چگونه یک آدمی که این کشورها را منشأ شر و بدی و همه چیز میداند امروز خودش به اونجاها میرود و حتی پاکستان را یکی از شریک‌های دوست، شریک تاجیکستان و دوست از همه دوستی مهم و دیگر اعلان میکند، با اون قراردادی خرید سلاح امضا میکند. تمام اینها رو انجام میدهد در حالی که تا دیروز یک بدبینی و نفرت و این چیزهای رحمانوف در همه جا نسبت به این کشور صدا میداد. یا بگردیم به قضیه افغانستان. شما تصور کنید که امروز حتی همین روز هم اگر بخواهند که درباره افغانستان گپ زنند، همیشه مثلا اگر درباره تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گپ زنند که فردا شاید سر قدرت بیاید، دلیلشون این است که نهضت اسلامی تاجیکستان رو به افغانستان تبدیل می‌کند و افغانستان یک بگیم که معیاری بدی و از همه بدی برای این حکومت تاجیکستان است. اما در امروز میآیند بر افغانستان میروند، با آنها صحبت میکنند، حکومت افغانستان رو میخواهند متقاعد کنند که با آنها کمک کند، با آنها. این واقعیت هایی هست که حکومت نشون میدهد که حکومت تاجیکستان در سیاست های حتی در سیاست خارجیش هم دست به افراط و تفریط میزند و این مصیبت است که در تمام سیاست داخلی، سیاست خارجی و مناسبتش با مخالفین، با دوستان، با همسایگان، با همه چی این دیده می شود متاسفانه. و اگر نگاه کنیم قضیه ایران هم عیناً همین است. وقتی که درباره ایران نگاه میکنیم اومدن نشان دادن که گویا که ایران قاتل تمام زیایان تاجیک است، ایران دشمن تمام ملت تاجیک است. به همین گونه فیلم ها رو نمایش دادن و امروز میروند به نزد ایران، با ایران صحبت میکنن، مذاکره میکنن و دوباره از ایران هم میخواهند که در رابطه ها، در قضیه های مهم در کنار آنها باشد و این واقعیت هایی هست که حکومت تاجیکستان متاسفانه یک چگونه بگیم تمام پول های پشت سر خودش خراب میکند، بعد میگردد با سری خم شرمنده‌وار دوباره به سوی همون کشورهایی که از اونها تا یک زمان دشمن میتراشید و امروز میخواهد اونها رو دوست کند و این به آسانی شدنی نیست و این فرصت میخواهد، مصرف میخواهد، به اصطلاح سرمایه و نیروی زیادی میخواهد در این راه صرف کرد که دوباره سطح مناسبت ها رو به قبل از این مناسبت اونه که اینها خرابش کردن به اون برگردانند و طبیعی است که این یکی از سیاست های متاسفانه خودخواهانه، وقتی که یک دیکتاتور به حد یک خودخواهیش به حد جنون میرسد، به همین گونه هر کسی رو مثلا مخالفینش رو خائن اعلان میکند، هر کسی که از او انتقاد کرد اون رو دشمن اعلان میکند و هر کشوری که به اصطلاح خواست با خواسته اون مطابق نبود یا از اون دوران کینه‌ای که در گذشته نسبت اون دارد اون رو هم با نمیدونم دشمن و با اینها
عنوان میکند و بعد برمیگردد شرمنده‌وار دوباره به سوی اونها میرود که واقعا هم درست گفته است پیام. چرا همین که خیلی کرد؟ چرا رحمان مجبور شد که همین کارو بکنه؟ ببینید وقتی که از اینا دشمن تراشید و برگشت در قضیه قرقیزستان پیش اومد و قضیه قرقیزستان نشان داد که حکومت تاجیکستان نمیتواند بالای هیچ کشوری در حمایت از خودش تکیه کند و حالا میخواهد بدون استثناء میخواهد از هر کسی که بتواند کمک بگیرد دیگران را در این کار در کنار خودش داشته باشد، اون هر کسی باشد و همین خاطر مجبور شده است که امروز رو بیارد به این کشورها و الا درباره این کشورها نباید ما به این سادگی نگاه کنیم که قضیه به این سادگی حل می شود، زیرا درست است شاید کشور پاکستان مثلا به قضیه تحصیل کرده تاجیکان تحصیل کرده فارغ التحصیل پاکستان زیاد توجه نکند، ولی ایران مثلا به این قضیه فکر میکنم که به توجه نخواهد بود و در بسیاری مسائل میتواند که این مشکلات برای تاجیکستان گران تمام شود در دراز مدت و پاکستان هم طبیعی است که دیدگاه های خودش را دارد، خواسته های خودش را دارد، ولی حکومت تاجیکستان بیشتر در دو مسئله مجبور شده است، به فکر من البته در دو مسئله مجبور شده است به کشور پاکستان و ایران و افغانستان رو بیارد. یکی وضعیت قرقیزستان و دوم وقتی که احساس میکند که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج میشوند و میتواند در آینده طالبان در مرکز قدرت باشند در افغانستان و این برای تاجیکستان، برای مرزهای تاجیکستان خطر ایجاد کند، میخواهد رحمانوف میخواهد از طریق ایران، از طریق پاکستان به امنیت مرزی برای خودش ایجاد کند و بتواند در آینده کار کند که مرزهای افغانستان و تاجیکستان را از طریق پاکستان و ایران هم باشد یک گونه با اعمال نفوذی که آنها در گروه‌های مختلف در افغانستان دارند بتواند حاشیه امنیت خودش تامین کند و این دو قضیه و همچنین در قضیه قرقیزستان که معلوم است برای حمایت نظامی و اقتصادی و دیگر از این کشورها رو به این کشورها آورده است. بسیار خوب برادر. شاید سفر رحمانوف به پاکستان و بعد سفر در پی سفر رحمانوف دیدیم که طالبان از گفتند که ما میخوایم یعنی در مسئله مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان اظهار نظر کردند و خواستند که این مسئله با صلح و مثلا با گفتگو حل شود. اینم یک از همون شاید نتایجی منم پرسیدم یکی از تحلیلگرای افغانستان را، اون گفت که همین نتیجه سفر رحمانوف همین است، همین بیانیه طالبان که دادن که مثلا دیگر همین. یک سوال هست برادر عزیز، وزیر دفاع تاجیکستان رفت در مثلا مقبره، حالا که این مسئله قاسم سلیمانی که هست حالا وارد نمیشه، ولی همچون یک زید و نقیض، یک حالتهای زید و نقیض که مثلا همون سفر محیدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو به ایران و ملاقاتش با رهبر ایران بسیار یک مسئله کلان کردن و مثلا اینها شیعه شدن و دیگر و قاسم سلیمانی را میدونید و بعد وزیر دفاع میرود در مثلا مزار اون در مقبره همون قاسم سلیمانی گل میماند و تعظیم میکند، ولی همه خاموش هستند. اونهایی که تا روز حزب نهضت اسلامی را متهم میکردن که اینها شیعه شدن و اینها چی میکنند، سوال میاد که برای رحمان هر کاری کند اجازت هست ولی برای مخالفین اجازت نیست و شما همچون سخنگوی حزب نهضت نظرتون چی است؟ چی جوابی دارید به این حالت؟ ببینید محمود جان، ما نه تنها رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ایران بود، در مالزیا بود، در خود اروپا در چندین کنفرانس و همایش و اینها شرکت میکند، امروز آزادانه مثلا رفت آمد میکند در همه جای اروپا و این مسئله را درست است حکومت تاجیکستان همیشه در استفاده ابزاری از این سفر خیلی ماهرانه عمل کرد و تا نیست که این را یک تابش مذهبی و اینا بدید. ولی چرا مثلا در برابر قضیه ملاقات سفر استاد کبیری به مالزیا
چنین سر و صدا نمیکنن. چرا مثلا در قضیه سفر رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به کشورهای دیگر، مثلا ملاقات در سطح‌های مختلف کشورهای اروپایی برگزار می شود، چرا با اینها سر و صدا نمیکنن؟ خب این هم که یک چیزی طبیعی است. آیا فقط ولی شاید دلیل بیارن که اینها حکومت هستن و وظیفه دیپلماتی همین است که باید این کار روابط رو نگاه بدارن. خب طبیعی است. روابط تاجیکستان، مگر رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ایران با کی ملاقات کرده است؟ با مسئولین رسمی ایران؟ چه فرقی میکند پس بین این کشورها و ایران؟ پس مخالفین به نظر شما، حالا که مثلا حکومت کوشش دارد که با این سه کشوری که در نامهایشان اسلامی هستند، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، مخالفین چی؟ آیا مخالفین اگر باز یک رفت آمد کنن، یک چی کنن، یعنی روابط رو با بهتر کنن، در این روابط دارن ولی اینا بهتر کنن، باز پیدا میشه کسایی بگویند که شما هم این کارو چرا این کارو میکنید، اینها کیا هستن، دیگر هستن. حتی یک مقامی بلندپایه همین طالبان هم به نظرم گفتگی بود که در طالبان در خودی دوشنبه چی دارند؟ دفتر دارند و مجروحین اونها را یعنی توبت میکنند، اینا هست. بله این در چند فکر میکنم این یک تقریبا نمیدونم 2 ماه 3 ماه پیش بود این چنین یک نواری در شبکه ها نشر شده بود و این واقعیت است. طالبان پیشتر هم گفته بودن که حتی اون تکنیک های نظامی طالبان رو هم در تاجیکستان تعمیر کرده به اونها میدادند یا تکنیک های از تاجیکستان به اونها کمک میرسیده است. و اولین ملاقاتی به قول هم اولین ملاقات طالبان با روس ها هم در تاجیکستان شکل گرفته است، انجام شده است. ولی به هر صورت شما نگاه کنید، این یک کاری طبیعی است. هر ملاقات، هر عملی که در هر جامعه شود، درست است که حکومت تاجیکستان میخواهد برای خودش یک حاشیه امن و اینا را تامین کند، پیدا کند و مخالفین هم طبیعی است که میخواهند در آینده برای خودشون پایگاه داشته باشند، نفوذ داشته باشند، جایگاه داشته باشند، در آینده بتوانند با این کشورهای همسایه رابطه داشته باشند، مناسبت داشته باشند، با چی با پاکستان، چی افغانستان، چی ایران، چی ازبکستان و قرقیزستان و دیگر باید مناسبت ها خوب باشد. با روسیه هم همچنین. البته صحبت ها، رابطه ها البته وجود دارد و فکر میکنم که در آینده حتما یک به شکل بیشتر یا به شکل گسترده تر بین این نیروها، این مخالفین و این کشورها همراهزنی ها بیشتر خواهد شد و مناسبت اینها در سطح بهتر به راه مانده خواهد شد و باز هم در اون صورت باز هم ما خواهیم دید که فابریکه جواب و امنیت تاجیکستان یک به اصطلاح چی میگن، یک معرکه تبلیغاتی بزرگ دیگری را ضد مخالفین راه خواهند انداخت که اینها به نمیدونم به پاکستان پیوستن، اینها به طالبان پیوستن یا به ایران پیوستن. از این چیزایی که تا امروز وجود داشته است باز هم به سر ما خواهد برید. اما مخالفین واقعا هم با شناخت موقعیت خودشون، با شناخت واقعیت های امروزی منطقه و جهان مجبور هستند که با همه همکاری کنند و خواهند کرد و این حق اونها مخالفین است که با همه نیروها در منطقه، با همه کشورهای منطقه همکاری داشته باشند، گفتگو داشته باشند و بتوانند در آینده برای بهبود وضعیت در تاجیکستان تاثیر خودشون از این طریق برسانند. بله بابا جان، منم بسیار از مخالفین به همین نظر هستن که ما باید تنها رقیب ما، دشمن ما، پرابلم ما، مشکل اساسی ما رحمان و حکومتش هست و ما باید همه توجهمون بالای اون باشد و با همه کشورهای جهان روابط خوب داشته باشیم، علاقه خوب داشته باشیم و در بدل باید یک کاری بکنیم که در مسائل داخلی هیچ کشور دیگر وارد نشویم و یگانه پرابلم ما همین رحمان باشد و بهتر کردن وضعیت کشور. برادر بابا جان، حالا کیم پیامم به همین نظر است که اگر همین برای مقاله تاجیکی میگن که خرش از لای گذشت،
باز رحمان خودش تغییر میده. یا آیا امکان دارد که رحمان حالا که نیاز دارد، محتاج است، با این سه کشور اسلامی رو آورده است، بعدی گفته همون مقوله تاجیکی که خرش از لای گذشت، امکان دارد که باز خود را تغییر بده؟ ببینید تجربه نشان داده است که رحمانوف اگر هر وقت که به اصطلاح موقعیتش بهتر باشد به هیچ کس میلش نشون نمیدهد. شما واقعا تصور کنید، یک بار فکر کنید که زمانی که حکومت رحمانوف در حالت عقب نشینی و در حالت ضعف بود در برابر مخالفین در سالهای 95 96 واقعا هم آمد و پس میز مذاکرات نشست و گفت که ما صلح میکنیم و صلح کرد. ولی یک زمانی که آمد دید که مخالفین واقعا به او اعتماد کردند و تمام اسلحه و مهمات تمام نیروشون رو به او سپردن، آمد واقعا هم خیانت کرد و تمام اون وعده هایی که کرده بود و تمام اون سازشنامه هایی که بسته بود پشت پا زد و عین همین هم میتواند رحمانوف در هر صورت انجام بدهد اگر این احساس در او به وجود بیاید. ولی من فکر نمیکنم که رحمانوف اون قدر قدرتمند شود در این کوتاه مدت یا حتی در دراز مدت هم که بتواند در مقابل پاکستان یا ایران چنین مناسبت کند و شاید در یک مرحله های در یک حالت های بیاید یک چیزایی بکند. ولی رحمانوف جایگاهش دیگر به اون سطح نیست. من فکر میکنم که در کرکی در منطقه رحمانوف دیگر جایگاهش به اون شکل نیست که بتواند در مقابل هر کشور چنین گستاخی کند یا در مقابل هر نیروی گستاخی کند. شما ببینید گستاخی های رحمانوف از حد گذشت در بسیاری مسائل، به خصوص در برابر مخالفین از حد گذراند و امروز وضعیت کشور رو به سمت برده است که واقعا هم خودش درست است شاید امروز نمیخواد اعتراف کند، ولی دیر یا زود این رو اعتراف خواهد کرد که این گستاخی، این افراط در دشمن تراشی و نفرت پراکنی عاقبت گریبان خود رحمانوف را میگیرد و این سیاست غلط هیچ وقت نمیتواند در عموم در منطقه هم سیاست سازنده باشد. و همین خاطر رحمانوف فکر نمیکنم دیگر با چنین حماقت در برابر دیگران دست بزند و اگرچه امروز تا حال اون سیاست نفرت پراکنی و دشمنانه و خائن تراشی و دشمن تراشی را در مقابل مخالفینش ادامه داده ایستاده است و من فکر میکنم که رحمانوف در یک با اون مشکلات اقتصادی و سیاسی و نظامی که دارد در یک مدت کوتاه فکر میکنم که چخیلی که در ملاقات با میرزیویف دیدیم در رابطه با این کشورها به یک گونه چی میگن اون چاپلوسی افراطی سیاسی دست میزنند و در کوتاه مدت رحمانوف دقیقاً به همین دست خواهد زد و اون چاپلوسی که نسبت رحمانوف در کشور میکنند رحمانوف نسبت دیگران خواهد کرد. و الا درست است که شما ببینید همین مثال دیگر ساده این همین تشریف آوردن میرزیویف به تاجیکستان، رحمانوف اونقدر از اون پیشوازگیری کرد، افراط کرد در این کار که در یگان کشور دنیا شما این رو نمیبینید. حتی میرزیویف برای خودش برای مردم خودش اجازه نمیدهد که از او به این گونه در کشورش پیشواز بگیرند و این رو آشکارا به مردمش گفته است و همیشه سفرهاش ناگهانی و غیر مترقبه است به مناطق کشورش. ولی رحمانوف با همون دیدگاهی خودش میآید به این چیزها دست میزنه و در دراز مدت حتی در برابر همین کشورهای شما گفتید اسلامی هم من فکر میکنم که رحمانوف بیشتر به همین چاپلوسی سیاسی دست زند. بسیار خوب. ما شما در یاد داریم که رحمانوف وقتی که مشکلش با ازبکستان با همین میرزای با وقتی اسلام کریموف بود، وقتی مشکلش بیشتر شد رفت اون وقت رئیس جمهوری ایران احمدی نژاد بود، رفت بسیار کمک خواست و واقعا هم ایران خوب دستگیریش کرد. ولی و بعد باز چنین چی شما گستاخی کرد
نه یک گستاخی خیلی گستاخی کلان کرد و امروز مثلا علاقه ما با ایران با همه کشورها بخصوص کشورهایی که نیرو نفوذ دارن مثل ایران، ترکیه، پاکستان، هندوستان، ایران، چین، روسیه، ما درگیر اینها هستیم، کشور میده‌تر هستیم، باید ما روابطمون رو با همه اینها خوب کنیم. ولی متاسفانه این رحمانوف همیشه فکر خودش یعنی همه کار خودش به همین است که یعنی هر خیلی که تبع خودش فورید، ولی کی ضربه را میخورد؟ ملت تاجیک میخورد. مثلا با ایران ما روابط خوب داشته باشیم، ملت شاید بهتر پیدا کنه، با پاکستان هم، با افغانستانی که همسایه است، درسته جنگ زده است ولی پتانسیل زیادی اقتصادی است، چرا از اون هم استفاده نکنیم؟ ولی متاسفانه همیشه اون خودخواهی و اینش باعث شده است که همین خیلی رفتار کنه. یک چیزی که برادر عزیز خیلی مهم هست، همه فکر میکنن در همین باره همین است که همین بدبینی رحمان از کجا یعنی ریشه میگیرد؟ چرا اینقدر این شخص با تمام چیزی، حتی من در همون صحبتش همه ملت دیدگی هست که روی راست اون آدم حجاب دارم میگوید که مثل میمون یک همین خیلی شکل میتید، جاهل، بی سواد گفته، باریش با همه چیز دیگر دنیا از این چیزها بالا رفت. دیگر حالا دنیا با تکنولوژی دیگر مرزها دارن از یعنی ضعیف شده ایستادن و مثلا آمازون رو ببینیم، یعنی همه تجارت دیگر سرحدها از بین رفته ایستند. ولی حالا ما این شخص اومده در این مسائل چرا همین رحمان اینقدر بدبینی دارد؟ نه سلفی از دست او، نه تبلیغی، نه یگان نفر دیندار از دست این رحمانوف یعنی چی بگیم امین نیست و همیشه ضرر رسونده است، زهرش چکوندگی هست و همیشه یعنی سرکوب کرده است و بدبینی دارد نسبت ارزش‌های اسلامی، نسبت مسجد، نسبت ریش. چرا از کجا منشأ میگیرد همین بدبینی مولی رحمان و حکومتش؟ محمود جان، یک بار اگر با اون صحبت شما که پیشتر گفته درباره زمان احمدی نژاد رحمانوف رفت، کمک خوب گرفت، حمایت کرد ایران از او، نقب اون چی بود، انزاب بود و فکرم یا استقلال بود، نقب استقلال از طرف جمهوری اسلامی ایران ساخته شد، ولی بعدش رحمانوف گستاخی کرد. شما ببینید بعد در همین مرحله ها بود که مناسبت تاجیکستان با چین اوج گرفت، مناسبت با قرقیزستان رو برشت بود، از طرف دیگر سیاست ازبکستان تغییر کرد بعد از کریموف و همه اینها باعث شد که رحمانوف یک غرور پیدا کند و چون که در منطقه هیچ مشکلی با هیچ کس نداشت و احساس خطر زیاد هم نمیکرد، روسیه هم در کنارش بود، به همین خاطر فکر میکرد که همه قدرت رو دارد و میتواند با چین و با دیگرها تکیه کند و با ایران چنین یک گستاخی را کرد. ولی در شرایط فعلی هیچ کدام دید که چین آماده نیست که در قضیه قرقیزستان و تاجیکستان مثلا در کنار یکی از اینها باشد. چین کشوری یک ابرقدرت منطقه و جهان است و اون میخواهد که یک جایگاه خاصی خودش داشته باشد، هیچ وقت از یک کشور حمایت نخواهد کرد و اون منافع خودش میداند که چگونه برخورد کند، مناسبت کند و این چیزها را امروز رحمانوف خوب درک کرد و به همین خاطر دست به چاپلوسی سیاسی زده است. دیگر فکر میکنم که این شما به همین عقیده هستین که قضیه قرقیزستان ثابت کرد که رحمان در یک انزوای بین‌المللی قرار دارد، درست است؟ بله رحمانوف خودش احساس کرد، این را خوب احساس کرد که نمیتواند واقعا هم با چنین سیاست ها هیچ کشوری را در کنار خودش داشته باشد. این درک کرد و امروز رو آورده است به این کشورها و سیاست شاید تغییر داده است. اما درباره اینکه شما میگید که این از کجا منشأ میگیرد، ببینید اصلا الیت حاکم امروز در تاجیکستان ما اکثرا شما ببینید سینشون بالای از 50-60 بالا است. چرا؟ اینها همون کمونیست های دوران شوروی هستند. فقط حزب خلق دموکراتی یک تغییر نام دادن، یک گونه یک چیزی کردن آوردن و در اصل همون گروه ها هستند. خودی از همین چیزا نگاه کنید، یتیموف
واقعا کمونیست است و به این اعتراف دارد و چیز ندارد. رحمانوف همچنین. هم تمام اینها در واقع انا همون تا حال انا همون عقیده ضد دینی دوران کمونیستی در اینها حاکم است و اون عقیده کمونیستی ضد دینی در اینها باقی بود تا زمانی که باز جنگ داخلی شروع شد و اونها در مقابل خود بیشتر نهضت اسلامی تاجیکستان رو دیدن و دیدن که میتواند یک نیروی قوی باشد. بعد از بخصوص باز در بعد صلح هم دیدن که نهضت اسلامی تاجیکستان میتواند در حالت صلح و آسایشتگی هم یکی از نیروهای باشد که قدرت اونها را تهدید کند، یعنی میتواند جایگزین اونها باشد به طور انتخاباتی مردمی، به طور اگر قدرت تبدیل قدرت یا اینکه جایگزینی قدرت به طور مسالمت آمیز هم صورت بگیرد در کشور، این نیروهای اسلامی جایگاه و به اصطلاح نفوذی بیشتر در جامعه دارند و این باعث دشمنی رحمانوف با دین است. شما اگر یاد داشته باشید رحمانوف خودش آمد و سیمپوزیوم امام اعظم اعلان کرد. اگر شما سال امام اعظم اعلان کرد و بزرگترین کنفرانس رو اعلان کرد، تمام برگزار کرد، دعوت کرد تمامی مردم رو، ولی با وجود این دید که مردم به اون سیاست های ضد دینی حکومتش زیاد توجه ندارن و اون رو قبول نمیکنن و این نفرت او رو بیشتر کرد، قهر اون رو بیشتر کرد که چرا که او اینقدر کارها رو میکند ولی مردم باز نسبت به او، نسبت به سیاست های او بدبین هستند، قبولش ندارن و این بدبینی او از همین جاها بیشتر شد و آمد به سمتی که امروز ما میبینیم که با مسجد جنگ اعلان کرده است، با حجاب جنگ اعلان کرده است، با ریش جنگ اعلان کرده است. به هر یک نمادی که به هر یک شعاری که نماد دینی دارد او اعلان جنگ کرده است. حتی با زبان فارسی اعلان جنگ کرده است. برای چی؟ و زبان فارسی را زبان تاجیکی نمیداند، تاجیکی را فارسی نمیداند، میخواهد بین اینها یک چیزای دیگر به وجود بیارد. همه این رو به وجود آورده است محض به خاطر ان همین که اینها نماد دینی دارند و یا اینکه زبان فارسی میتواند از نگاه دینی مردم رو آگاهتر کند، جنبه دینی مردم رو، جامعه رو بهبود ببخشد یا اینکه رشد بدهد. به همین خاطر با اینها هم دشمنی میکند و انا همین عقده که نسبت به دین از گذشته و از این دوران حکومتش برای او شکل گرفته است، اون دشمنی را به این صورت به وجود آورده است. بسیار خوب برادر بابا جون، متاسفانه خیلی که دیدیم بعد 2015 یک وقت یک الیت یا یک جامعه شهروندی قوی تر بود، بهتر بود، ولی متاسفانه این جامعه رفت و در داخل حکومت هم متاسفانه کسی نیست که به رحمان یک بار یا یک اعتراض کند، یک چی کند. رحمان هر خیلی که میخواهد انجام میدهد، بخصوص در مسائل روابط خارجی که به ملت به واسطه ربط دارد و ضرر هم میرسد. واقعا مثلا در با ازبکستان که حالا میرزایف را بسیار با شکوه پیشواز گرفت، یک وقت اسلام کریموف را آتا میگفت، یعنی پدرخوان گرفته بود، درست است، با تیر و توپ و تانکی همون که اسلام کریموف، ازبکستان اسلام کریموف وارد تاجیکستان شد و بعد علاقاش خیلی بد شد، درست است. حالا با شما مثلا امروز با وضعیت خاصی که هست، سوال اینجا است دوستی عزیزم برادر بابا جان که اینم سوال میدیم بعضی که مخالفین چرا در همه کاری حکومت، حتی کار خوب حکومت از کار خوب حکومت انتقاد میگیرن، یک کمبودی پیدا میکنن و مثلا حالا تاجیکستان در یک وضعیت خاص قرار دارد به سبب همون قضیه قرقیزستان و آیا جلب کردن اسلام کریموف و سفرش و برای تاجیکستان بهتر نیست؟ ولی چرا مخالفین این همه یک دو سه روز شده است که میبینیم که مخالفین در اون انتقاد میکنن؟ سبب چی است؟ چرا حتی همین سفر میرزایف که مثلا 36 تا سند همکاری امضا شد، در برابر همین باز مخالفین انتقاد کردن و خود شما چی فکر میکنید؟ اینجا چی چیز نمیرسد؟ در اینجا چی کمبودی است؟ ببینید محمود جان، هیچ کس، هیچ مخالف، من مطمئنا به شما میگم که یگان مخالف
یا نیروهای مخالفینی که امروز وجود دارن، بخصوص پیمان ملی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اینها مخالفی روابط خوب و حسنه با کشورهای همسایه نیستند. با ازبکستان هم، با قرقیزستان هم، با دیگر کشورها اصلا این باید رابطه خوب داشت. ولی یک مسئله است که وقتی در یک رابطه افراط کرده می شود، اون در دراز مدت به ضرر تمام می شود. افراط در یک رابطه، یک مناسبت، ما شما ببینید یک بار بیایم ما چرا قضیه ازبکستان رو بگیریم. از وقتی که میرزویف آمد یک اصلاحاتی کمی هم که در ازبکستان به وجود آورده است، نمیگیم اصلاحات کامل کرده است، به شکلی کم به شکل ابتدایی حالا میبینیم که بعضی اصلاحات های به وجود آورده است. ببینید چقدر مردم به او جلب شدن، جذب میرزیویف شدن، جذب سیاست ها شدن، جذب شخصیتش میشوند، حتی در داخل تاجیکستان. و یکی از زیایان تاجیک میاد به میرزیویف نامه می نویسد، نه به رحمانوف، به میرزیویف مراجعت میکند. و شما ببینید با وجود همه این امروز در پیشوازگیری میرزیویف به آن صورت افراط میکنند که زیاد از مردم زیاد رو جمع میکنند، در اونجا باید قرصک بزنند، در اونجا باید نمیدونم برقصند. درست قبول که یک شب فرهنگی تاجیکستان و ازبکستان اگر صورت نگرفت بعد از آمدن میرزیویف در اونجا، یک مثلا به اصطلاح چی میگن برنامه کنسرتی هم شد، با حضور دو کس کافی بود. ولی با این شکل جمع آوری ملت، نمیدونم دخترهای زیاد و اینها رو در این قضیه وارد کردن اصلا چی معنی دارد؟ از کجا معلوم چند روز پس باز دوباره وضعیت به شکل دیگر تغییر نکند و باز مجبور نشود، باز این سیاست ها برعکس نچرخد؟ حداقل در این مسائل باید یک معیار، یک حدی وسط رعایت شود یا نه؟ این مسئله است برای ما نگران کننده، نه اینکه اصل قضیه. در اصل قضیه ما طرفدار این هستیم که همه مخالفین طرفدار این هستند که رابطه حسنه با همه کشورها باشد و مناسبت ها خوب باشد، رابطه ها باشد، همکاری ها باشد و این ادامه میکند. ولی مسئله یک چیز دیگر است. چرا رحمانوف از همین میرزیویف عبرت نمیگیرد؟ ببین کمترین اصلاحات وقتی که میرزیویف شروع کرده است در منطقه به یک شخصیت محبوب تبدیل شده است و الکی اقتصاد ازبکستان چقدر رشد کرده است. واقعا هم بیایم یک بار نگاه کنیم، اگر ازبکستان دارد جایگاه خود در آسیای مرکزی پیدا میکند. بله طبیعی، به طور طبیعی یک سیاست هایی را پیش گرفته است که موقعیت خودش الکی میتوند محور اصلی اقتصاد منطقه شود. ولی چرا رحمانوف از این عبرت نمیگیرد؟ چرا نمیآید سیاست های اصلاحیش آغاز کند و مثل میرزیویف عمل کند؟ باز هم برمیگردد به همون عقده‌ای که دارد و این دیکتاتور متاسفانه همین است که یک شخصیت عقده‌ای و خودخواه در اینجا شکل گرفته است، دیگه اون نمیتواند که از این چیزها بگذرد. بسیار خوب، یک نفر از نامه‌دار بس امید فرمایید برادر. سلام علیکم برادر، سلام و تمام مخلصان شما. من برادر بابا جان همین سوال داشتم که مقصد همین چیزایی که اعتقاد کرده هستن حاضر درباره همین برآمد طلبه‌های مکتب اینطور در پیشوازی مهمانان تمام مهمانان نوازش، مقصد همین در دوره که اپوزیسیون در داخل حکومت بود همین کارا بودن چی با همین اعتقاد نمیکردن همین کارا را. سوال جویی است. واقعا سوال درست و جا است و من فکر میکنم که در بعضی حالت‌های بعضی چیزا را نادیده میگیریم. در همین مسئله هم اعتراض‌های شده بود و اعتراض‌های کرده بودند، به خصوص در پارلمان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به این مسئله اعتراض کرده بودند و در رسانه‌ها هم فکر کنم نشر شده بود همین مسئله که مسئله مارشیروفکا باید که مسئله مجبوری نباشد، مردم رو جلب نکنن به این شکل. ولی در عموم به این قضیه به یک شکلی دیگر نمی پرداختن، چون که من فکر میکنم در اون زمان به این شکل به این حد
افراط نمیشید در این مسئله، ولی حالا این دیگه از حد تمام معیارها گذشته است و حتی که ما دیدیم که بعد از سال 2015 بعضی طلبه ها حتی در مارشیروفکا از هوش رفتن، بعضی ها حتی شنیدیم که هلاک شدن بعضی در چنین حالت ها و این به این خاطر که افراط از حد گذشته است، اعتراض هم زیاد شده است. طبیعی است هر کاری که ابتداش کمتر است اعتراضی کمتر دارد، ولی وقتی که زیاد می شود از حد می گذرد به طور طبیعی در اون اعتراض هم بیشتر می شود و مردم به شکل بیشتر اعتراض میکنند. مقصد اکای بابا جان مقصد گپ دارمی که امی وقتی که اعتراض کم کردیم، مثال پیش امیر افسر وقتی که نگرفتیم با همین درجه کلان شده رفت با دیمش. بعد مسئله که در پارلمان گپ زدن یک نقطه نظر با نوبت بگیریم برادر که وقتی که در پارلمان گپ میزنن امی از نوع خلق خدمات مثال یک 15-20% مقصد با اخبار و با مطبوعات اهمیت داد، دیگرش اهمیت نمیدن. خیلی نه یوتیوب رو مادگه و همین خاطر همین گپایی که مثال برادر کبیری گپ زدگه همین به مردم رسیدگی نیست. از اون جمله که من یک مخلص همون برادر هستم، ما برنامه‌های کبیری را در بیرون آمدم، بعد دیدیم که کبیری در درون چی گپ زدگه او در درون گپ زد که مردم میره نشنیده باشه و ندونه چه خیلی همراه طرفداری میکردن. همون گپایی که کبیری گپ زده بود در همون دوره اگر مردم 20% اعتقادی من در همین اپوزیسیون همیه که وقتی که 30% دست داشتن یک چیزی خطاگی همی را پیشنهاد میکنم که مطبوعات اقلا در یک هفته یک برنامه مودی کبیری نداشت. یکمش بعدیمش که مثال گفتم که بعدیمش که حاضرم مودین کبیری کم برآمد میکند و همین خاطر التماس اقلا در یک هفته یک بار باید که یک برنامه داشته باشد، سوال جواب با مردم باید که سوال جواب کنه. این خیلی نه که خطی سوالا را خطی جواب ندهد، باید که این چیزی که شما برادر با وجود گپ میزنید همین خیلی باید که این برادر سوالا را قبول کند، مثلا مودین کبیری جواب ده. التماس همین چیزا پیشنهاد که یک هفته یک بار مودین کبیری با برآمد کنه که مثال بدونن که مودین کبیری کی هست. مودین کبیری را در بیرون مردم شناختن، در درون هیچ کس مودین کبیری را نشناخت. و همین خاطر اپوزیسیون گفت که اپو چی شد قفا نشینی کرد به همین درجه اومد رسید که مثال چیاشون کلان شده است یا او پیش 100 نفر بود از 500 کس 1000 کس میبرند در رقص بازی میکنن. با همین خاطر گناه اسیرم ما در دستی همین اپوزیسیون میبینم که همین را راه داد. سلامت باشین برادر. واقعا برادر بابا جان همین خیلی هست، یعنی باید اپوزیسیون کارهای اساسی که میکرد مثلا انتخابات رحمان نمیگذاشت که دیوباره با خودش به پرزیدنت پیشنهاد کند، چندین کارهایی که باید اپوزیسیون در وقتش میکرد انجام نداد و ما هم انسانیم و شاید باز فردا میان ما را باز انتخاب میکنن که شما در اینجا کم بوده کردید و واقعا هم همین خیلی هست و این چیزا باعث شد که این طرف اون طرف روز به روز قوی تقویت یافت و حالا به همین را گذرون. ولی پس از 2015 واقعا وضعیت خیلی بدتر از خیلی بد شد. یک واقعیت است برادر عزیز، حالا این دوستمون نامش نمیدونم ولی یک واقعیت است برادر، انتقادهای شما کاملا درست و جا است. من شخصا قبول دارم که ما در داخل اپوزیسیون در 30% باید از رادیو تلویزیون یکیش میگرفت یا اینکه مثلا در وزارت‌های قدرتی قرار بود، البته قرار بود وزارت دفاع به مخالفین داده شود که نشد، حکومت اینا نداد و نتوانستن مخالفین بگیرن، اینم مشکلی ما بود. رحمانوف در سال 2000 باید دوباره به نامزدیش و پرزیدنتی نمیگذاشت، 2001 نامزدیش نباید میگذاشت و مخالفین به این اجازت نباید میدادن که اجازت دادن، اینم اشتباهی ما بود و این گذشت ها درست همه این، ولی مخالفین یک دلیل داشتن برای این گذشت ها و اون هم حفظ ثبات و صلح و آرامی در کشور بود و برای همین گذشت کردن. ولی امروز میبینیم که این گذشت ها ما صلح رو به کشور آورد، این گذشت ها ثبات رو به کشور آورد، ولی در مقابل یک دیکتاتوری یک شخص رو هم تقویت کرد. یعنی یک جنبه مثبت داشت و یک جنبه منفی هم با خود داشت است این گذشت ها
و ما این رو انکار نمیکنیم برادر عزیز و این رو واقعا منصفانه و با مسئولیت این رو باید بپذیریم. بسیار خوب. برادر ابو فرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. یک سوال داشتم. با فکر شما راه‌های حقوقی تاثیررسانی به همین سیاست حاضره در چی می‌بینید؟ تشکر زیاد. سلامت باش. برادر بابا جان بفرمایید. راستی راه‌های حقوقی را تاثیررسانی را باید از یگان حقوق شناس بپرسیم. حقوق شناسای معروف خوب میشد، ولی در عموم من فکر میکنم که همین که وقتی از طریق سازمان‌های حقوقی بین المللی به مراجعت می شود و اونها به حکومت تاجیکستان از حکومت تاجیکستان طلب آزادی زندانیان میکنن، طلب میکنن که چی میگن اون صلاحیت های رئیس جمهور بازنگری شود. تمام اینها خودش راههای تاثیررسانی به همین سیاست ها است و فکر میکنم که از این طریق میتوانیم که به سیاست های رحمانوف تاثیر برسانیم و همچنین با راهی بیشتر با راهی رسانه‌ای کردن همین قضیه ها. بخصوص اگر شما نگاه کنید همین قانون پیشوای ملت خودش یک قانونی واقعا هم ضد دموکراتی است و این را اگر ما در سازمان‌های بین‌المللی درست معرفی کنیم و در اونجاها پیگیری کنیم از سازمان‌های حقوقی بین‌المللی، شاید از این طریق بتوانیم که اینا بکار کنیم و این میتواند یکی از بخشش اونا این مسئولیت ندارن. سازمان‌های بین‌المللی حقوق و مسئولیت قانونی وضع در یک کشور دیگر رو ندارن. راسته درست از قانون مسئولیت قانونی وضع ندارن، ولی مسئولیت این را دارن که از حکومت تاجیکستان طلب میکنن که شما در صلاحیت های رئیس جمهور بازنگری کنید و وقتی که در صلاحیت های رئیس جمهور بازنگری می شود طبیعی است که بدون تغییر در قانونی پیشوای ملت این نمی شود و حکومت مجبور می شود این را بکند و اونها فقط این را میکنن که طلب میکنن از اینها، یعنی از حکومت تاجیکستان طلب میکنن که با مثلا در مسائل صلاحیت های رئیس جمهور یا اینکه در مسئله نمیدونم چی میگن استقلالیت سه قوه از همدیگر که مثلا دیگر پروکرور و دیگر چیزای سودی رو منصب‌های سودی رو رئیس جمهور تعیین نکند، به این خاطر میتواند اونها رو از حکومت تاجیکستان طلب کند و حکومت تاجیکستان باید اونها رو عملی کند و اگرچه حکومت تاجیکستان به اینها گوش هم نمیدهد به آسانی، ولی با آسایشی میتواند بعداً تحریم ها بالای اینها بیاید، بالای این شخص ها میتواند وارد لیست های تحریم شود و دیگر راههایی هست که اینها تاثیر خودشون رو میرسونند. یکی از همین راه برادر بابا جان دوستان گرامی همین اولو سودی همین پرونده رحمانوف و سودی بین المللی هم هست. اگر مثلا همین خیر و علاقه پیشنهاد شد نامی سیمومین یکیموف رئیس اقدام و ماگنیتسکی که در لیست ماگنیتسکی وارد شود و اینا یکی از راههای موثر هستند و بعد یک چیز دیگر هست برادرای عزیز که وقتی که سازمان‌های بین‌المللی اعتراض میکنن، حکومت‌ها وقتی سفر میکنن اون سازمان‌های بین‌المللی فشار میارن که مسائل رو مطرح بکنن. مثلا همین قضیه لوکاشنکو، قضیه بلاروس همون ژورنالمون بلاگر وقتی که فور آوردن از عملیات و حالا در بلاروس یک مشکلی کلان روبرو شده است. متاسفانه ما تاجیکستان کشوری میده‌تر هستیم، کمتر توجه میکنن از کشورها، خیلی در یک منطقه دور هستیم و چندان توجه نمیدهند. از همین خاطر است، وگرنه علاقه رحمانوف 10 برابر لوکاشنکو جنایت‌های بیشتر کرد، ولی چرا نمیشود؟ اون است که یک کشوری دور و میده‌تر نسبتاً در اطرافمون مثلا کشورهای مثل چین و روسیه و اینها واقعا اینها تاثیر خودشان دارند. حالا برادر میشنویم، برادر رحیم فرمایید. برادر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. ما سلام خدمت به همه مبارزای تاجیک میخوام برسانم.
بفرمایید برادر، گوش میکنیم. سلامت باشید. آواز من با یک چیز دیگر هم میخوام مقصد بگم که امروز اگر وقتی که ما نظر بدیم باید هدف یک باشه. هدف باید سرنگون کردن رژیم خودکامه رحمانوف باشه. من نگاه میکنم که همین مسئله را که شما مطرح میکنین درسته. این مسئله مقصد یک با گفتی روسوف помогатель نیایده مقصد дополнительно مقصد помогать میکنه که هم به هدف برسه. مقصد فکر ما می است که ما هر کوشش غیرت ما بهر بیداری مردم اگر روانه بشود ما این مسئله دا فکر میکنیم که روزیده نزدیک میشه. مقصد ما دعوت بکنیم از همه تاجیکا که با برادران و دوستانتان امام علی را اون بیوگرافیایی که خودش در طول 30 سال صاحب شده معرفی بکنه تا مردم زیادتر مردم بیدار بشود. در اون وضعیت من فکر میکنم در اون وضعیت آواز من میبیایم. بله بفرما برادر. آواز میبیایم آوازم. بله شنیدیم ولی خیلی پستر میاد. اگر کمتر من نگاه آواز کنده شد. من نگاه با درک مسئولیت راهی نجات اگر ما تاجیکا درک بکنیم که راهی نمیفهمی ما سرنگون کردن یه رژیم. برادر رحیم آوازت خیلی پستر است. ما خوب نمیفهمیم آوازت. بعد آوازت خوب کن میشود صحبت کنیم. هدف بیشتر درباره صحبت کردن. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. خدا نگهبانتون باشه. اکا جان ما یک میخوام کمتر اگازی احساسی میشم، شاید که یکم بار باشه که دویم بار. ما یک خواهش دارم با رئیس جمهور امام علی رحمان اکا بگیم که پیشوای معظم ملت التماس همین ما در روسیه به دست به پوچه موندگیم، عذاب کشیدستیم. پیشوای معظم ملت همین در یک مجلس ای خاطری همه گناههای همو یک بفش دمادش گذشت برای یاش بودنش اگرنه کنج زندان هم گرفت. نخود که عزت امان اینقدر با مردم تو خدمت کند یک بار ای خاطر گناه همون نگذاره اگر چند گناهگار هم که باشد. خواهش میکنیم ما اینامی همه مهاجرا که در قضیه عزت امان مثال گپ میزنن خواهش میکنیم که جوابش بتن. همین روز ما در عزت امان در کورای. یک بار دیگه خواهش میکنیم در حق دعا میکنیم پیشوای معظم ملت خواهش میکنیم که همین عزت امان اگر چند قدر اگر با کسی قرضدار هم که باشد ما در یک لحظه جمع میکنیم سوما در چی قدر مبلغ در کار باشه جمع میکنیم. فقط التماس جوابش بتین. ما در کار برای مردم خود در کار در همین روسیه با خدا سخت عذاب کشیده استیم. بله پیشوای معظم ملت با میگم چور بیسواد در منصب ماندگی شاید بسیار چیزا را خود ندانی نه که بیسوادا نمیدونن چیکار کردستیان.
دیگه دولت ها عالم کوفتستیان، ما عالم ها را پچق کردستیم. بله متاسفم. والله قسم دیگه دولت ها عالم نخو ما عالم های خودمون را محکم کنیم، نخو ما اینقدر عذاب بکشیم، بعضیش ایزو میکشم بگن ما تاجیکیم در روسیه. پیشوای معظم ملت التماس اینام خودم اینام همه مهاجرا به همین گپی من فکر میکنم رضا ان که بگن پیشوای معظم ملت همین برادری ما را جواب بده. اگر ترا بفراد که ما ترا بگیم پیشوای معظم ملت جوابش بده، نه که اگر بفراد که او بخد دشمن خیلی همین علمای ما را قبیده بردن بگه که ما دوری جنگ کلان شدیم. همین ایقا بی سواد ایقا چیزی همین ما یک پروگرام داریم در سرمون، یک پروگرام همین پروگرام ما روسیه آمدن 3 ماه کار کردن، همین استابیل کار کردن، ما باید زیاد کار نکنیم، ما را جمعه جقن استابیل کار میکنیم، پروگراممون تیرامو میریم تاجیکستان اونجا هم میبینیم پلر از خود میکنیم. همین بیا پروگرام همین چخیلی که از تو پینکر پوت هم میمونی میروی همین پروگرام ده همین اگر 6 سانتی متر بلند باشه تاریکی ده نبینی، اگر همون پروگرام خطی برآمدستی همون پیش پایی میخوری در 1 سانتی متر، نه که ما را همش پروگرامی رو بچیدگی تلفن میکنی اویلاد میگه که مالی چه مرا اویلاد میگه که ولی پگا بچه‌ام کلان شو روسیه برای کار کنه گونسم روی کنه هپات نخو ما فکر مون در چیه علاقه پروگرامی رو باید کداگن مردمی تاجیکستان از زنه کوشا برای هم یا بارگه خواهش میکنم پیشوای معظم ملت برادر عزیز همین من مطمئنا میگم که همین کار خود رحمانوف گفتگی است. نه من نمیگم همین اگر رحمانوف نمیخواست همون را حالا آزاد میشد، ولی رحمانوف خواسته است که او در زندان است، حالا در مثلا در سپاسیزوش بودن و همه کارا فکر میکنید که یگان چیز در تاجیکستان بدون اجازه رحمانوف انجام نمیشود. همه چیز اون است، اون در زپای میرود، یک مسئله کلان میماند اون با میرود منتظر میشن که اون رحمانوف چی میگوید. خدای کرد اگر یکی از دهنش 20 سال بر اومد دیگر اون بیچاره 20 سال میرود. مثلا اجازه من دیگر خواستم این هست. بله اکا ما قطعی شما 1000 بار راضیم. بله من فهمیدم. من مثال گفتم که نشود که یگان وقت بگه که مثال من نمیدونستم یگان چیز نه که همین 4 وکروگش 4 تا سوایخی هسته، همون سوایخ ها مثال میبرن کار پیش برده سن میگن همه تنج 100% اولی خوش رو میشه نسان، ولی کار دیگه خیلی شیدسته. اگر میگم که شاید که ندونی یکی شاید که تماشا کنه این چیزا رو ما رو وای کنه بفهمه، نه که اگر که یکی ما را گوش کرد مثال ما را گوش کرد اینجا التماس میکنیم که همین عزت امانه همین برادری ما را که والله کو همین شب روز گریه میکرد. بخشش بسیار گپ زدم خیلی. سلام علیکم. اکا دقیقه بخشش زیاد بچه‌هایی که در پیش من ایستادگی من قطعا برای گفتن گپ زدم. تو چند دقیقه همون پیشوای عزای ملتش گفتی چیش گفتی تو چند دقیقه مخالش کنی وای شیرک میشوه و مقصد خوب نمیشوه. سلام علیکم تمام مهاجرا، من با فکر خیلی اکا راضی نیستم. سلام علیکم شما برادران، نامتون نمیدونم. یکون سوالی من با شما همینه که برادران من میخواستم که همیشه شما همه تو مقصد نه یکی محمد اقبال و حسین شروف محمدین کبیری همه شما برای چی یک جا نیستی؟ این سوال شما خواهش شما موبایل اختو همیه حل کنیم و باید یک جای بور کنیم. اگر یک جا شیم اگر شما تقدقه شه ما نمیتونیم فهمده؟ دیم گفتنی من همیه که مقصد با تمامی همی تاجیکستانیان برادر همی یک چیه بفهمیده شما من چی گفتنیم همی پرزیدنت جمهور خواست تشکیل کرد مقصد این همی
اینا مقصد در می عیدو بسیار صرف و خرج کردن در کار نیست، تو یاد بسیار صرف خرج کردن در کار نیست. این میدونی برای چیه؟ فکر شخصی من این برای همینه که وای بخچه همه چیزا را روا میدونه و با ما را کو با ما را نه خیلی نه با ما را نه بخچه میدونه اینا مثال روا میدونه. این خودش یک جمعه روا مقصد این کودک چودک این خولین و پولین و همه راست خود نیست، خودش میخزه اکو مقصد گپ میزنه دین اسلام میگه که راست خود مقصد حرام اکو اینو حرام نبودیان ما در عیدای رمضان و قربان مقصدی که استعراض میکنیم که همین مسلمان‌ها در دوران مقصد دسترخوان آرایشتیم اکو اینو حرام بودیان با گفته وقتی این همین قش وقت بدون برادرای عزیز برادرای جون شیرین من که همین مرده که ما رنگی مرغ کرای رنگی گاو مکرای با خدا که تجهیز ننی ما اینا تا عذاب میکشه میریم ما آینده ما غلامی فهمیدی اینا غلامی حال سرش ده آینده با دیگر کارو سر میشه برای همین قوم با خدا این اشکام سرش رسیدن برای همین خیلی پیشوای میلاد معظم میلاد خیلی کنلسی بس 30 سال کنلسی کردیم ای بچه‌ها بسش کنه با خدا والله قسم بسش کنه همه قسم امینم الله هم دمی جا نمیارم خب بس کنه بچه‌ها بس کنه التماس بیا یا جویاشیم بخزیم مقصد همی پرابلم در سر همه اومدگی حل کنیم. من بسیاری محل مقصد میبر اومدم روی آشکار گپ میزدم که از سبب که خانه در فشار آورده شدیان دیگه نمیتونم نه که من لبای وریم هستم میمونم انشالله با هم خدا جون مکو دریغ نمیدونم میرم مقصد میتینگ باشه در اون میتینگ میرم اشتراک میکنم لبای خودم من تیار هستم التماس بس کنه کنلسی هم مرغی بس کنه شما برادرای مبارزه که اینا مقصد برنامه رو پروگرام رو پیش میبره از شما خواهش بیارم نمیتونیم که شما همه تو یک جای شوید همه تو یک جای شوید ما ان شاء الله با هم خدا ما هم در خطر شما هستیم در کار شما هستیم. اکا جان یا با اکیا دقیقه بخشی این برادرها فکر ما میاد که برادرها همه یک جان شرط نیست که در یک کامیرا بشینن یا همه یک نه من فهمیدم نه اینو اگر همین تو چند کانالاشو زیاد شوند ما هم زیاد میشیم مقصد همین تا روز وای میشیم برای که هر یک کانال ده کسی داخل میشوه ما این فکرم نیست ما دیگه چی فکرم است که مثال نمی سلمان میگه که ما مقصد انا محمد اقبال در کار ندارم خیلی سوسه ما باید اینو با اون کار داشته باشیم ما برادر باشیم یک انگوش باشیم مقصد کارن یک کسی یک انگوش خیزم از پیشش مقصد دفاع کنیم من هم یه در نظر دارم برادرم میبخشه یک دقیقه دیگه برادر بابا جان این جواب میتین ولی همینجا یک خواهر چند وقت شده است دیگرها صحبت کردن در پناه خدا باشه برادر جون سلام علیکم به اون سوال شما برادر بابا جان جواب خواهد گفت خواهر سعید و اگر شما هستین فرمایید. السلام علیکم اکا جان. و علیکم السلام فرمایید. ساز اینجا سلامتتان خوبه؟ شکر الله شما چطوره؟ میبخشید اکا جان یک نوارها دیدم امروز کدام از اکی حسین نوارش دیدم یک زنک گرداشان میفروشم خریدار باشد زنگ زنیتان گفته نوار کدای. ما یک سوال دارم مردم تاجیکستان با خلق تاجیکستان با زنکان میبیاین سه تا دو تا فرزنداشان هستن شوهرشان پرتافته رفته که یخلاشان های میشود اکاد این زندگی های خلق های من یکان چه گفته نمیتونم زنکان مجبور شده است که حاضر برآمده گرده من میفروشم تنها من میفروشم گفته برآمده است برای چی ما تاجیکان با خلق تاجیک با اور ناموس نیست خلق تاجیک نمیفهمد نمیشنود همین درجه ما آمدیم اکا جان همین درجه زنکا برآمده اعضایشان فروخته است اعضایشان این وجدان در کجا اور در کجا من نمیدونم اکا همین حاضر من خودم با نیستم میبخشید من خودم با نیستم همین زنه که من دیدم و همین قد خوشم رفت وجدانم آزاد داده است باور میکنی تو سوال من همینه فرق نداره کی ازبک ای تاجیک ای قرغیز ای هموطن ما با همین سوال دارم. سلامت باشید خان.
سلامت باشین. واقعا هم همین خیلی است. همین دیروز بود، امروز خبری رسوند که یک نفر 4 تا از عضو خانواده 3 کودک و یک سال با تبر کشتن در ناحیه جیهون سابق خمسنگی. این خبر در آزادی اومد. این چیزها در تاجیکستان خیلی زیاد شده است. تا وقتی که ما این دیکتاتور داریم، تا وقتی که همین آزادی نیست، ملت ما با همین خوری و مشکلات خواهد داشت. شما ببینید در تاجیکستان اصلا ابسولوت نه یک اویله را نمیوه که به پرابلم باشد. هر کسی را فکر کن، هر کسی را از همین خیش تبارد حالا فکر کن، همه پرابلم داره. برای چی؟ برای که ما یک پرابلم کلان داریم، این دیکتاتور است که همه چیز خودش راحت میکند، کیف میکند. گفته این برادر در مشروفکا و در چورابینیو تمام مصرف هم میکند، ولی مردم بیچاره خوش میکند. مردم بیچاره را میگوید که در عید مصرف نکنید، در تویتون مصرف نکنید و خودش هر قدر. این است بدبختی ما. برای همین ما تا وقتی که این دیکتاتور هست، زنها با همین مشکلات میشوند، دخترها، برادرها، این مهاجرت، همه بدبختی هست. تا امروز یک اون اویله در تاجیکستان است که به پرابلم باشه. برادر بابا جان چیزی میگوید؟ متاسفانه درست است. من میخواستم درباره صحبت‌های اون برادری که گفتم درباره شما با هم باشید، به یک جای باشید. واقعا هم من فکر میکنم که ما همه یک جای هستیم برادری عزیز. این تنوع فکری و این یا مثلا چیزایی که هست بین ما، کانال هایی که هست مثلا، اینا همش با این خاطر است که مردم بیدار شود، بیشتر برود و شرط نیست که ما مثل حکومت رحمانوف بخواهیم که همه را در زیر یک چیز بیاریم و همه را یک جای کنیم، حتما همه مثل ما فکر کند. ما با این فکر نیستیم. بگذارید هر گروه هر فکری خودش داشته باشد، ولی از طریق همون آزادی فکری، آزادی نظر، آزادی رأی، آزادی انتخاب، تمام اینها وجود داشته باشد تا مردم اختیار کردن و حق انتخاب و اختیار داشته باشد. نه اینکه مثل حکومت امروزه رحمانوف باز یک دیکتاتوری دیگر ما بشویم، یک چیزی به اصطلاح یگانه دیگر به وجود بیاریم. و این مسئله با فکرم که ولی همکاری خوب است برادر بابا جان. ولی همکاری خوب است. همکاری حتما بین این گروه ها وجود دارد. مثلا بین بیشتری این مردم وجود دارد، صحبت ها، هماهنگی ها، حداقل با هم مشکل ندارن. اگرچه مثلا با هم برنامه ها مختلف هم باشد، در مقابل همدیگر نیستند و هر کس در جای خودش خدمت خودش کرده ایستاده است و مطمئنیم که هر کدام به نفع ملت، به فایده ملت، برای بیداری مردم کار کرده ایستادن، جایگاه خودشون دارن. هر برنامه و هر یک شخصی که امروز فعال است در جامعه مطمئناً نفع به ملت دارد و به فایده ملت و برای بیداری و آبادی آینده کشور تلاش کرده ایستادن و این مطمئن باشید برادر. بله. و بعد یک چیز دیگه است، همه برادران و خواهرای عزیز، که همین ما دنیا رو به یک سفید و سیاه نبینید. ببینید برادران، اگر وقتی سفید و سیاه هست، سفید آمد سیاه هم میشکند، نابود میکند. مثلا اگر تاریک شود دیگر سیاهی میاد، سفیدی نیست. وقتی که روز شد سیاهی نیست. یعنی ولی در دنیا میلیون ها هزار ها رنگ است. ما در یک روز میتونیم که چندین رنگ باشه. بگذار همه رنگه باشیم. زندگی زیباگیش در همین همه رنگه است، ولی در عین زمان همزمان خیلی خوب می شود که باز همکاری داشته باشیم، یکدیگر را گوش کنیم و یکدیگر احترام قائل باشیم. این بهترین چیز است که برادران میخواهند و ما باید کوشش بکنیم که مخالفین با اینکه فکرها و مختلف نظرهای مختلف دارند ولی با هم نزدیک باشند و هیچ که یکدیگر رقابت و دشمنی و این نداشته باشند. حالا برادر سلیم بفرما، بعد اون برادر عزت الله. حالا برادر سلیم اگر سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام به خلق تاجیکستان. من اویدی همین برادر گفت که عزت همون چند سوم میگه حکومت ما تیاریم بدیم. ما زیدی همین چیز هستم، نباید سوم رو. اگر ما سوم کنیم حکومت دارای ما باز راه بیزنسی دیگر نو رو
پیش میگیرن، از یک را بودن میگیرن، پختن میگیرن. این غیر امکان است. دویم مسئله دموکراتیا، اوی مسئله دموکراتیا ما میگردانیم با حکومت دارای تاجیکستان ما هم گفتنیم. همین یکی از تاجیکستان میگن دولت دموکراتی است. یکی از نشانه های دولت دموکراتی یعنی که مقامات سودی، مقامات اجرایه، مقامات سودی، مقامات اجرایه، مقامات قانونگذار باید آزاد باشد. وقتی که همه این مقامات ها از جانب یک کس تعیین میشه، چقدر دموکراتی است. بگذار دیگر ما همین چیزا طلب دارم که همین یعنی که دیگر نگن که ما دولت ما دموکراتی است. علاقه دموکراتی نیست. یعنی ساختار دیگر بگم همین چیزا. علاقه دموکراتی یعنی نشونه دموکراتی همین چیزا مقامات اجرایی، مقامات قانونگذار و سودی باید هر کمش مستقل باشد. علاقه یک نشونه دموکراتی بیرون شد. ما درباره ولایت قانون دیگر حرف زدن هم یعنی که آزادی بیان، ولایت قانون جای گپ زدن نیست. یعنی که مقامداران ما دیگر نمیگن که ما دولت دموکراتی علاقه نشونه های دولت دموکراتی بیرون شده. تمام استرکتورهای نشونه دولت دموکراتی بیرون شده. ما اوید هم مسئله دازی که ما گفتم. درست است برادر. سلامت باشید. سلامت باشین. بله 100% این حکومت مثلا ما در آینده یک حکومتی میخواهیم که همه رئیسای ناحیه ها باید چی باشن؟ انتخاب شن از همون مردم محل. ولی متاسفانه اول فکر کن که در همه ناحیه ها همه از یک رایون یا از یک طرف اومدگی است. هیچ بار اون وقتی که اون از طرف مردم انتخاب نمیشه، هیچ بار با مردم فکر مردم نمیکند. فکر خوش کردن همون رهبرش میگه که خیلی تو همین پول خریدی، همه کار کردن بگیر، ولی همین گپی من یک اون نره. ولی وقتی که از مثلا یک طلب ما همین در آینده وقت حکومت میشود، باید همه پارلمان آزاد باشد، انتخابات آزاد باشد، حتی رئیسای ناحیه ها، رئیسای ولایت ها انتخاب از طریق انتخابات از طرف هم مردم محلی انتخاب شوند. و این 100% در تاجیکستان اصلا همه چیز دیکتاتوری است. همین تاجیکستان، حکومت تاجیکستان هم یا رحمان است، همون چیزی بخواد همون میشود، حتی در مسائل روابط خارجی، در همه مسائل. برادر بفرما برادر عزت الله عبدالله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و بینندگان و کسی ما را تماشا دارم. میخواستم در قضیه که رئیس جمهوری پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزایف سفراش از این کمتر سخن کنم. ممکن است؟ بله. در سفرهای رئیس جمهوری پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزایف از نظر گرفتن در شبکه‌های اجتماعی به تاجیکستان سفر کرد. در شبکه‌های اجتماعی بسیار دیدیم و بسیار برادران زنگ زدند که خراجات بسیار شد از طرف حکومت. بله. سوال در این جمله بیاید که در برنامه‌ای که مجلسی که شده بود، پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون گفته بود که 2 ساله ذخیره کنید و 2 ساله ذخیره را ما در چیز دیدیم که اینقدر خراجات بسیار با گفت مردم 34 میلیون سومانی رسخت شده است. میشد که همین 34 میلیون سومانی را در منطقه ها، بسیار منطقه های تاجیکستان آب ندارد، همین را در همین مبلغ را به منطقه هایی که آب ندارند در آنجا حاضر که آب ندارند بعد عربه آب میکشند، از دیگر جا آب میگذارند، این خوب میشد. در حالی که مردم در عذاب است، همون چیز دست نورس است و در پیش پرزیدنت دیگر را برآورده در پیش شوکت میرزایف نشان میتن. مثلا گیریم ارد و همین آذوقه‌واری از این خوبش میگرفت، برنامه کم مصرف میکرد و کوشش میکرد نرخ نوای بازارها رو میدید و نرخ سطح زندگی مردم خوب میکرد، خوب میشد. همین مبلغایی که بسیار صرف میکنن و ما دیدیم در شبکه‌های اجتماعی که بسیاری بد صرف. اکنون این پول ها را وقتی ما در نظر میگیریم که وقتی میگه 2 سال ذخیره کن، وقتی که مردم از کجاست پیسه دارد که 2 سال ذخیره میکنه؟
وقتی پول ندارد مردم جای این یکچون بود که مثلا همین برنامه را باوری دارم که حکومت نو می شود، انشاءالله حکومت نو می شود، الاخرت حکومت نو می شود. همین کوشش حکومت نو کوشش کند که یکم سطح زندگی مردم خوب کند. همین یکم همین است، سطح زندگی اولی مردم خوب کند، به همه چیز تامین کند. از آمدن شوکت میرزایف ما راضی هستیم، بیاید ما تاجیکا مهمان دوستار هستیم همه وقت. کدام رئیس جمهوری میبیاید، کدام رئیس جمهور دولت مرحمت بیاید، نیکی برنامه‌ای که باید ما دولت باید داشته باشد کم مصرف کرده شود. دویم در مسئله میخواستم که از مکتب دخترها را گرفته در افتاوی، در همین با بیتونی در افتاوی رقص بازی کردن، این اوجه این برنامه نیست. دیگر شهرها میرفتم پرزیدنت ها میبینیم برنامه که هیچ کنه نیست، یگان سفر باید بروید 3 دختر 4 دختر میبروید ها مالا، نه که این قدر دختر رقص بازی کردن در پیش یک روز، در پیش این قدر چه گویم با تاجیکی خمون شکم غوصا خم شیدن نکله نیست دادن، این از ما نیست. برای اینم باوری دارم که حکومتی که نوشید اینا را هم مثلا از بر ایبان میبرد، از بان میبرد و کوشش کنم برادرها فکر و اندیشه خودشون گپ زنن. این جای مثلا وای نیست، جای ترسیش نیست، فکر و اندیشه خودشون ما یگان قانون شکنی نکرده استیم، قانون شکنی از طرف ویا شده است، برای فکر اندیشه شون گپ زنن. سلامت باشین برادر عزیز، تشکر. بهترین بله ان شاء الله امیدواریم که وقتی حکومت تغییر می شود، همین وقتی که آزادی شد برادر عزیز همه چیز آهسته آهسته مثلا راه بهتر، وضعیت بهتر شدن میگیرد. مثلا همین فکر کن تونس وقتی آزادی شده است مردم بهتر شده است زندگی، ولی وقتی که این همین دیکتاتوری است که فقط یک عائله یک گروه همه ثروت ملت و تخم چور میپوشد، خودش خیلی فعال استفاده میبرد و همه ملت دیگر، ملت همه مردم بیچاره گشنه و تشنه و کار و زار و در مهاجرت و همه حالت ها، و اون چند دختری که در اون داخل میموند اون بیچاره باز در خدمت اینها در مشروف و در دیگر. برادر بابا جان اگر فکر دارید بعد این برادر عزت‌الله اگر چی باشد ما تاجیک مسلم یک برادر دیگر اونا بشنویم برادر الله بشنویم. بفرما برادر تاجیک مسلم بفرما. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. برادران خوب هستید؟ اینجا سلامتی خوبه؟ شکر الله، سلامت باشه. شما خوبه اینجا؟ بفرمایید. الحمدلله. راستیش برادر ما نو حمید ای کار اومدیم در اومدیم این موضوع درباره چیه؟ بخشش بودیم. موضوع درباره همین گفتیم که درباره روابط حکومت تاجیکستان با همون کشورهای اسلامی و بعد همین سفری همین که میرزایف به تاجیکستان و مصرف‌های سرخرج و اون مشروف و اینا دشمنی رحمانوف به همین دینداری و به مثلا نمودهای دین، همین نمودهای دین از جمله ریش و حجاب و همین چیزا دارد. خوب برادر اول مسئله میرزایف هم میگیریم شفقت هم. خوب مسئله ایده اگر که میرزایف نه ای آسمون یگان ملک بیاید قطعی رحمانوف همکاری یک کاری خطا های یک کاری ابلهی های سیر اونو ای همه رفته میکنن. ای به ضرر ملت های به فایده ملت نیست. ایره همه باید بدونه طول 30 سال یک کلخوزچی طول 30 سال همین ملت اکو دینش دزدید، سواد نداریم. این ما اومدگی سواد نداریم داجه برای چی؟ معارف مو خوب نیست. خیلی همین پرابلم ها رو هممون میدونیم که چی همین چی کردن در کار. اگر باور کنین یک اینمی عادی ترین یک دهقان اگر میگرفتیم میموندی در جای رحمانوف حاضر کو بهتر میکرد خوبتر. این نظر شخصی منه و فکر میکنم که فضا آزاد نیست، ده هیچ که آزاد نیست. نه دهقان بیچاره میتونه کارش کنه، نه پودوان میتونه، هیچ که نمیتونه. یا ایگی جای اومدگی هم مثل یک
راهزن همین مردم غارت کرده و اداره پلیس میسازه و اداره خیلی میکنه و خیلی فقط ظلم کنه دیگه هیچ راه نداره. اگر ظلم هم که بس کنه حاضر رو به خوبی بیاره هر کاری که کنه این آدم دیگه خلاص شده. این آدم دیگه هیچ کنه نمیبخشه. شخصا من هیچ وقت دیگه نمیبخشمش. اگر روز تویگه در روی جای نماز بینیمش پدانالد دروغ میگه میدونم که این دروغ میگه. ای همکاری کردن قطعی رحمانوف بجز ایبادی دیگه یگان خوبی انتظار نبایدش که باشه. نه شوکت میرزایوف نه دیگه و دیگهش. یا مسئله قرقیزستانه که هیچی نیست. ایرابی بچه خیلی روزا را آورده رسول دستش. یا مسئله قرقیزه من ورم دولت هم ورم همچی نه که همون که تفکرات ندارن همون که سیاست یک مقصد پارلمان نداریم. ما عموما دولت ما دولت پارلمانی نیست. یا شاهی دیگه همه همون را باید گوش کنن که غیر تاجیک های همین هم تاجیک نیست. در طول تاریخ تاجیکی کار کارگی نیست نمیکنه. یا تاریخ من دروغه یا همین پدنالد این تاجیک نیست. کدوم تاجیک همین خیکه بود کی خیلی اکد برادر شما را زیغ نشید. چاپلوسایی که میآیند در برنامه شما اشتراک میکنند او را حتما بمونین بسیار گوش نکنین بمونینشون که قطعی مردم کم کم سوال جواب کنند. به سوادی رحمان و فقط طرفداراش همه ببینه این چیزا. خوب اما مسئله دیگه برادر که کتاب تقسیم کردن کتابی اینمی چاپلوسی نو تاریخ تاجیکا گفته در هر خونه همی موها هم راستی در خونه ما هم دادن. گفتی هم کمپیر مادر که آخی چو میکنم کتاب بیتره میبری یا بخلش که اگر روغانم بتی میگه نه ناگ دارم که این سر کتاب بیتره پیچونمش دروغه آخی هیچی گپی راست نداره. اینمی یک گپی دروغه با کتاب کنی ایقا گفتی 30 سال گفتی و دیدی و در تلویزیون آمه و همه نشیده که بود در کتابش که در هم خونه بخونه کار نداره. مردم ای پشت زندگیش های گیشنه های تشنه های وقت داره که کتابی تره بخونه. کی میخونه و کتابی تره وقتی کتاب خونه ای جای دیگه یا بلیتی این می اخی اکا هم قبل ما بسیار ایکی باور که تویگه اگر گوزنم ای چی نداره برای وقت شما را بسیار نمیگیرم که ای دولت آینده که ای شما انشاءالله ما امید داریم که شما که سر خدرت که اومدین همه مسئله را بهتر نگاه کنین که چیره ما تاجیکا بسیار ایدست دادگیم باختگیم برای چی؟ برای رحم دلیمون رحمی بد بسیار کدگیم. ما نمیگیم که بیرحم شین دیکتاتور شین یا که با همه مردم باید همون قدر آماده باشه که همه یک کس دید که یا وزیر نیتا کرد یا با این شعار باید باشه که همون دور رحمانوفش کنی. انا میگه پاکو باید ما بگیم موسفیدارم کمپیرارم مردم شما آموزانده سین مردم شما بیدار کرده سین مردم خودش انشاءالله بیدار شده سه روز بروز این با یاری خدا و با یاری شما های سبب شما این شما قهرمانین انشاءالله من باوری دارم که خیلی گرچنده که ما بر وقتتر مثال ای هم سین سالمون بر وقتتر ما شما را میشناختم مثال حزب نهضت هم میشناختم او وقتا باور کنه همسیفای من تا حاضر خیلیش نوی نمی اومده در برمون نفهمیده است که شما که نه که ما 2013 12 او سالو میدونستم عمری بسیار هم ندارم 27 ساله مکه زیادی بعد نگو که میشناسند بعد با غمت میتیان اکا دیگه اگه جامعش نوسانم او بشناسانم آخی دیگه اجرا ایچی حالای دواتانی دیگه راه نیست اکا بشناسانشان دیگه راه نیست. میفرد آزادی همیه میفرد که آزادی میفرد مبارزه همیه میفرد که دیکتاتور ای بین روه میفرد همین که مبارزه میبری عذاب جوانم بسیار عذاب کشیده قطیش گاه میزنم انشاءالله با همینجا اینترنت شوی میکنم و اگه نمیفهمیدی چیزا را هوی میکنم میگم بدرو باور که خوابم زنگ میزنه که پراموی افیرای بدرو که فلانی داره همشا پیگیری میکنه زنگ میزنه مخصوص که بدرو که فلانی انشاءالله که مادرم هم همی خیلی ما اگه هم سمیاوی انشاءالله هم خیلی پدرم خیلی ای شوروی موندگی ای راستیش که به این چیزا اعتقاد ندارن که مادرمون الحمدلله خوبه
همه را هم خیلی میسون نصیحت گپ خبرش انشاءالله که خوب رفته است. خوب با مسئله چی را گفتن برادر عزیز؟ امین خیلی گفتین مادرای تاجیک امین واقعا قهرمان هستن. این مادر ما را هم چقدر غم میتین میبرن، فشار میارن، باز بیچاره امین حیران است که چیکار کنم، ولی یک نوع آموخته شدن، یعنی همون فشار این حتی مریض است میبرنش، مثال تحقیر میکنن بعضی وقت همین خیلی. برادر بابا جان پدرش که کسل مثلا دیل دارد اونو میبرن غم میدین. دیگر اینا واقعا مادر تاجیک امین قهرمان است. همون مادر استاد کبیری خدا رحمتش کنه مادرش، اونم واقعا هم همین خیلی که حالا میگوی کتاب میخواند، بسیار چی میکرد، با راهنمایی میکرد. یک بار همین مادر منم، حالا مادر گفتین، یک بار همین مادر منم مثلا میگفت که بسیار زیاد چی نکن که باز پرابلم میشه. من وقت سخنگوی حزب در همون تاجیکستان بودم، بعد از طرفی حزب در همون ناحیه خودمان ناحیه قمسنگیر چی شدم، نامزد به پارلمان رفتم، نامزد شدم. بعد وقتی که همون رکلام‌ها را آماده میکردم دیدن که مادرم خدا رحمت خدا نگهبانش باشد خدا حفظش کند، اون آمادگی میدید اون رکلام‌ها را همون اچکیا را مونده چی میکرده، همون ترتیب میداد تری میکرد. گفتم مادر جان تو این قدر مرا میگفتی حالا داری که رکلام‌های مرا مثلا آماده میکنید. واقعا همین خیلی است، قهرمان هستن مادر تاجیک واقعا. بله این مادر تاجیک خیلی، ما عموما همین تاجیک خودش قهرمانه، انشاءالله خودش قهرمانه این ملت. ما هیچی دور نمیریم، هیچی مثال وای نمیکنیم، راستی گبکه در حکومت کم تاجیک داریم، باور کننده. نه که یک چیز میگم برادر، من گارانتی میتونم که رحمانوف تاجیک است ولی تاجیکی ظالم است. من گارانتی میتونم که این مرد تاجیک است ولی تاجیکی ظالم است. متاسفانه شما پدرش یافته اکای دوملو او خیلی نمیشه که به شخصیتش نرسیم، به شخصیتش نرسیم. ولی من چند نفر پرسیدم، بابا جان برادر ایشون است که ایشون عبدالستار اینو واقعا میگن میشناسن تاجیک هست ولی تاجیکی خیلی ظالم بدبخت. منم اساس پرسیدم تاجیک هست ولی ظالم است، تاجیکی ظالم داریم دیگه. جنگل به خوب نمیشه برادر. بله. او در مسئله شکنجه دولت پیش نمیره. در مسئله سطر حجاب برادرها چند روز پیش مادر ما همین خودی همین مادر ما قطعی یک خلای دیگه دارم قطعی همو وقتی که سرش میکنن در چیز یک کچکه داره این نمی ما اگه توشکا میگیم اگه ما اگه سینوی بلورنگیم ما توشکا میگیم در همه سلفانی قوپیده توشکا داره همو هم میگیره یا خشته را خوارگینی میروان اگه سوقاتی گفته سطر میکنن. الحمدلله حجاب دارن میستن من میکنن سرازا میدوان همو چیزشا میزنن قبکه همو کگو تاکی دا اوچون چی داره ای بچه میگه چور کچکه یا خی چیه یا بینه نمیدونی همیرا میگیرن عدلش میبرن او خولمون بیچاره میگرزه یا مگازین دا میدره او خدوان اکه برکت بتا او مگازین چی را او بجاش میکنه دا پشتی هم قطیوش او باید بجا میکنن این مادر ما را عدل میبرن باچ خیلی میگه که خوله شما ایجا شما در ایران نای هم خیلی دغدغه که خوله ایجا شما در ایران نای خیلی الحمدلله که مادر ما بسواده میگه که ایجا ایران است ایجا تاجیکستان نای نیکم میگه در قانون ما این سطر کهن ممکن است میگه این قانون شما را من قبول ندارم این تغییر ایلوه های قانون شما های قانون اصلی شما را من میدونم که چی گپه در او همش در اجازت خیلی خلاصه هم خیلی که بد نمیشه بعد میبردارد دسته میگه در همون پیشون با گفتم ای الله این هم یارا شال کن کور کن خود دیده است های آخری مسئله را خود دیده است گرچند که من زنم و دستی من هیچ کار نمیاد با میگه وای کت که خولا جان چی نکن دعا نکن که باید همونجا چی بده دعا نکن گفته با گرفتی هم جوابش دادم این هم کارشی داخلی اکه گفتم کمپیری مادر در او وقت که من میبدم قطعی تو میبدم حتما که یک کتلک شربرینجای شوربای با همون
خبرگیری به یگان ترمه رمه میرفتی برای که میزده میکشتم رو خطیت میبودم با غمی من عدل نمیخورم نکم الحمدلله که خیلی انشاءالله ما امید داریم ای شما ای دیگه برادرها همه مخالفا هر کی که هسته به قدر انشاءالله شما را حاضر رسیدن در کارای بعد که ما که کانتر خطاگیر میکنیم نه که ملت آموزاندن یک کاری مثال چی نیست دعوت کردن مثال بسیار آدما هستن که تیز مونده میشون میگن که ای بچه 5 سال چی 6 سال چی همین گفته استن هیچی گفته استن هیچی ا بچه 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال مبارزه میبرن این مردم میبرن با بچه های او مبارزه با غلبه میکنن بعد بود میکنن انا او وقتا بعد قهرمانی شو میبرن یا هیکل شو میسوزن یا که در کتاب میگنشون روح افتاده نشه برادرو روح افتاده نشه هیچ کی نمیتونه یا دعا در نمازاتون در حقشون کنین بگیرین همشون داره یادم کنه کمک کنه نمیتونه این کار فقط دعا کنه این کارش هم که نمیتونه کده این همی مهاجرها هازی گوش کدستن برادرای مهاجر با یا تلفن میدونم که این ما 4 کس شیشتگیم یا تلفن خطی تماشا داره همه اینترنت داره همه تماشا کدسته همه بدرو با تلفنات لایکات بجه بگی پرسمات را بدرو هم که بمونش پستش که باشه ذریعه دا بزنش بشینه یا تا قطی تماشا کنه همه وش برواده همو افیر ببیننده ببینند تیز برنامه مردم چی اشمو یاردمی نمیخوای ما شما را یگان گپ دیگه نگفتیم برای اینجا بزنه و اونجا بزنه ما که خیلی زن و زنه کم نمیخواهیم یک گپشون گفته که با میگه که اگه همو جنگ جنجال آخه چی جنگ میکنم چی جنجال میکنم با سالی 92 میگه آخه من در سالی 92 چی کار دارم ای مردک آخه سالی 92 این دولت ها آخه زدن شپیدن همه با بگن که اوه فلان سالش مولی میگه آخه 30 سال گذشته 30 سال بسش منی اجرا میرای دیگه همی سری وظیفه یا نه ممبری میرای دیگه ای بایه اکا ما اکبر بسیاری بعد گام میزنم برای که دیگه نمیشه برادر عزیز درباره همین حجاب گفتی مثلا مادر من بیچاره را بردن وقتی که اما مقامات همین زنی تاجیک کمپیری تاجیک چه هست اما یه علاقه را میبندد و در همین چیز بعد چیه خلای لطعی دوکره قبسته ای بستنی دوکن در اون فرزند تربیه میکردی چکو میکرد همین طرف بیچاره را تحقیل همینطوری گپای سخت میگفتن واقعا هم همین خیلی است درست است چقدر که از مادرتون قصه کردین همین مشکلات ها هستن حالا برادر یک برادر دیگه هستن به نام پیشوای ملت همین خیلی نامونده است که امور را بشنویم یگان چاپلوس باشه برادر جان در قپم بتیش همین بتیش در خپی خدم بتیش نه صبر کنه برادر خواهش میکنم شما ما نه گپ شپ بزنه کس هر کسی باشه نه اما چاپلوس باشه شما جوابش نتین ببینم تیش خلاص این همه اگر گپ زد شما جواب شفتید ولی مونش گپ زد نه من میمونم سلام علیکم اکا و علیکم السلام ای خدای پیشو را بگیره ما اگه جا طرف داشتیم ماشالله آقا تایوش با سواد داد اگر من در همین توجیه مسلم دادم اگر هم درنا پر شیرگی بود برادر همین یک هم میگفتی و بعد سر میکدیم خروجنگ هم میدیدیم اکدا ما جنگ نمیخواهیم صحبت برادر آتیا درست هم بیرون پر شیرگی هست بفرما برادر بفرما آقا چی گفتم مکه صدر حجاب گفتی خیلی قانون اعلا های که همین سبب بلیت قیمت کردن در همین فریم ایده طرف فیای همین سوال با حکومتی ها که پیش میگفتن ایه طرف رسته حوضی هر دو طرف فیای برای چین هم قیمت شکرگیم این همین من حیران موندگیم که هیچ که آمده نمیتونن تو چکو به قدر من فکر مگاب زنم یا عزت نمون داشتیم که با هر یک فکر با یک کلا نمیشه و دو کلا شد با نزد فکرتون نگذارم بعد ما بگیم برادر بابا جان جواب دیم بله شما هم بفرمایید برادر عزت لو بگیم نگاه کنید که
расходҳое ки амин хароҷотҳое ки ҳозир шед ино бояд пулша буроранд. фикри ман аст ино бояд пулша буроранд. ин як миқдор қимат кардан ҳамин ҳавопаймо, билетҳои ҳавопаймоӣ ҳамин аст. ки мисол ин қадар сарф кардагиян ино бояд як миқдор пулша буроранд, аз ҳар ҷо гирифта пулоша бояд буроранд. ман ҳамин 34 миллионе ки ба гуфти ки шунавидем аз бародар 34 миллионе ки сарф шудагӣ аст, аз ҳамин бояд пулаша буроранд. ва дуюм чӣ гуфтанӣ ҳастам ки мо як ҳавопаймо, масалан ҳавопаймо ҳамаш ино дар дасти як оила аст. хеле форан ҳавоё регулировка мекунанд. кира хоҳанд подстава мекунанд, кира хоҳанд мемонанд, кира хоҳанд дар вазифа, хеле форан ҳамхе ино рафтор мекунанд, барои ки дар дасти як оила аст. шахсан мо ҳамамон медонем. бародар бобоҷон бифармоед. خب برادر عزیز اصلا محمود جان اگر دقت کرده باشیم ما موضوعمون دیگر چی بود ولی خیلی چون درد مردم واقعا مردم درد دیلشون واقعا دیگر نمیخوایم درد دیل مردم هم ناشنیده بماند. به همین خاطر موضوع دیگر هر طرف میرود. خیلی راستی برادر عزیز برای چی بلیت قیمت میشود؟ اصلی مشکل در همون است که برادر حاضر گفتن مونوپولی شرکت‌های هواپیمایی از طرف یک عائله، یک خانواده. اگر در تاجیکستان شرکت‌های هواپیمایی آزاد میبود، واقعا هم رقابت، کنکورنسیا میبود در اونجا، شرکت‌های روسی میتونستن خودشون بلیتشون نرخشون تعیین کنند، شرکت‌های ترکی، نمیدونم قرقیزی، ازبکی، این هر کس میتوانست. طبیعی بود که در چنین حالت نرخ بلیت هواپیما ارزان میشه. ولی یک عائله آمده است همه ملت اسیر کرده است و از طریق همین که مردم مثلا شما ببینید برای چی میاد نرخ بلیت هواپیماهای روسی را هم یک مرکز اون علاقه چی است نامش مرکز یک شرکتی که نو تاسیس کردن در تاجیکستان اون نه یک چیزی نو تشکیل کردن تاجیکستان تمام شرکت‌ها را اون مشخص میکنه. تمام شرکت‌های بلیت نرخ بلیت‌های هواپیماها را همون مشخص میکنند که مربوط به یک خانواده است. به همین خاطر دیگر هیچ شرکت هواپیمایی نمیتواند که وارد بازار تاجیکستان شود، وارد رقابت شود. مشکلاتی که چند وقت پیش برای مهاجرین پیش آمد برای و دروغ حکومت میگفت که ما میخواهیم که بلیت ارزان کند هواپیماهای روسی، این یک دروغ محض بود و به همین جهت اونها محض به خاطر اینکه باید با شرکت‌ها قراردادهای خودشون رو ببندن و همین خاطر اومدن مردم سرگردان کردن چندین روز و مردم بیچاره ضرر کردن، موندن همین خیلی قسمت و مصیبتی ما از دست همین هاست. شما اگر فکر کنید هر حکومتی برای مردم شب و روز می اومد و بلیت ارزان میکرد. اگر یک حکومتی واقعا هم مردمی میشید و حکومتی میشید که برای میخواست شرایط اجتماعی مردمش بهتر شود، حتما چیکار میکرد؟ می اومد برای مردم در مخصوصا در همین شب و روزی که مشکلات اقتصادی زیاد است برای مردم سبکی میداد، برعکس بلیت هواپیما رو ارزان میکرد تا مردم بروند کار کنند. ولی این حکومت حتی همین هم نمیخواهد، حتی از مصیبت مردم میخواهد استفاده کنند، سوء استفاده کنند از مصیبت مردم، یعنی از همین دشواری اقتصادی و از مشکلات اقتصادی هم میخواهد به نفع این عائله، این یک خانواده است که میخواهد به نفع خودش استفاده کنند و اینها هیچ وقت برای بهبود ملت فکر نمیکنند، فقط برای پر کردن همون جیب خودشون و همون بانک های خودشون فکر میکنند. و الا دیگر در تاجیکستان در این شب و روز هر یک شرکت هواپیمایی روسی و قزاقی و قرقیزی و ازبکی اگر اجازت ورود می داشتن مطمئن باشد که بلیت ارزان تر میشه. شما برادر سلیمان فرمایید. ها میگم مثل که این برادر مشکل دارد. حالا اگر یک گام برادر دیگر فکر نظری داشته باشه سریع هم بگد برای که وقت کمتر است. یا سخن دیگه با مردم و حجیر میشتم اینترنت ایجا سوز اکا آدمات رو دوستانم که همو
یا بزه که برمد از ایرپول شما ای پیشوا روزیه ما ای خدا روزیم سر دمش کمی دم را بیزاریم روزی نیستیم بگنش که سبب 2000 بالا شدن بلیط در چی ای رها گویند سببش کی گفته برای چی کردن همه خلق التماس آدمایی که در راستی آدمات میان بگه کی سوال کیند همونجا سبب 2000 دیگه در بفق کردن در چی ای التماس خب نکنه خیستن در کار این کارش کن با احسیر نمیکنه با خدا سلامت باشی مانده شدیم رو خداوند برای رکورد اونتیا در پناه الله باشه خداوند ای که پناس کنه همه شما را آمین آمین. برادر سلیمان بفرما ما داریم در به آخر برنامه رسیده شدیم. برادر سلیمان بفرمایید چی فکری دارید مختصرا بگید بفرمایید. سلیمان مثل که این برادر فکری ندارن. برادر تاجیک مسلم هستن. برادر تاجیک مسلم یکون فکر داره؟ بله بله اکا در مسئله همون کی همون وای ایرپورت ببخشید یه بار دیگه تکرار میکرده. نه شما اگر فکر دارین بگین چیزی درباره چیزی صحبت کردنی باشین بفرمایید برای که ما با همون اخیری برنامه رسیده شدیم زودتر هر کس فکرش مختصر میگو خوب میشد. چی در مسئله همون بلیتو و ایرپورت همون چوپلوس که ای پیش و میلاد روزی هستید ایخی هست ای هو روزیم 30 سال شید روزیگی که هستیم همی 30 سال شید دیگه بجو موزه اوخی با اگر روزی نشیم اوخی دیگه چی روزه ایش یک در نوروباد رفت نوروباد چه تماشا که نوروبادا بله من سالی 92 گشنه بودم اوخی سالی 90 تو اولی هم گشنه تو سر نمینی برو بسته تو سروی نداری او شکم او سر دیگه اگه سی او خدمات هم اگر هم بخورونی اگه سر منی تو این یک کدیم ای که در نوروباد رفت سالی 92 مایلی او مردم ها ترسون بچه ها تیوری تو نبینه که بسیار که سالی بزه میویا ای 30 سال شید هر سالی ما همی ای درماگید سالی آینده بچه ها ذخیره کنیم ای چی ذخیره کنیم یکی جا کنیم یا توقی نخید که میگه یا چی کو هموزدمی کو داگی جا همشا گرفته همشا شرابگاه کده اوکی کادروی مردم ها بوده همه لقای تومچی و همه چرونده و گشته ایکه تخمینه ایکه انمکی ایکه انمی سرو ایش موت یا توبه کنم خدا بستونه ای بستوه میفهمه یا که ما همی برایم بریم همی دولت دیگه ای چی روزی سیاه بکرین 30 سال شید یا باره همی یک گفت گفته سای بچه ها سالی آینده سالی بزه بای تیوری تو نبینه بچه ها سالی آینده سالی بزه بای تیوری تو نبینه تا 2015 ها تا وقتی که نهضت بود انا اک نهضت ای صحنه سیاسی بیرون برمد و رفت جون خدای گفتن بیچاره گفتن اینا کو همو بریم با شما سرامله انا پرابلم او بسر شید دیگه گشنگی دیگه اینا می فشار نه ملو گاوزا میتونه تا او وقت نهضتی ها میگفته چون میگه ملو ها گوش کنه اکو ایسی گوش کنه او میگفته که همین نهضت در همین جبه چیکار میکرد نهضت در او پارلمانش نهضت در یک جا میبرمد شما دفاع میکرد همون گپ خبره که میزدی همون خروز ای پشت نهضت بود کوزی برو گاوزا شکم دم سر دم فقط خدای به خدای میگشتی او ای روی همون نهضت بود بچه هم موزی خلاص شدی ای همش دیگه خلاص دیگه نه چیزی میوی بخری نه یا گاز بچه خطا درست دوتا نمیتونی اجرا دیسکاتیکش باید ما چطور محکم کردی خوب که دیسکاتیک را هوی که خوب که دیسکاتیک را و همد میدوه ده همون دیسکاتیک هم آزاد نیست هم منو میخدو میرای میدرویان دسته کور چی داری یگون شمندی دکسیت چیه همین یک کارت میدن که بگیرنده بچی میرای چه سلفی یا نهضتی اجرا تمامی چیز شدیم دیگه ادستایش مورا همه چی ادستایش مورا شدیم بس دونای برو اینا برو یا که اولی هم بیسته اینا بردار
چوکن دیگه هم تاجیکستان نمیره ریشو را برای میروی این دیگه نمیروی این خیلی توکل چون با خدای تعالی چوک همین جنوب نو هم جو میرا تفش رفت بودی این مینا نمیفهمه او هم تاریخ میفورا همور هم آزاد نیست همور هم میگه که همو دختر هم میگن که تو باید انیخی رقص کنی آخه بعد که بروردی مروش خیلی رقص میده بکنه خدا نلات و این یخی رقص کده خیلی برادرو اگه گپای ما بسیار های سه زن شید میگیرم میگه دفعش جنوب رقص کردی ممکن نمیدونی انا جورا اخیرون گپی من همی برادرو به طرف نباشه لایک بجقین اکای محمد اقبال برادرای گروه 24 کیه که همین نمو منه همی سرش هم بیرو را و میگه که من مخالفم کو پس پیسه دستگیری آیاتون رو فر نداره او اسلامیه همی گلاونی چیه دمو گلاونی باید آزاد شیم ای جورا همو عرق خرد اوخی همی را برور به حضور عرق تا بخو یا تا هیچی نگه اوخی نماز خوند برن نماز تا بخوریش که هیچی نگه یا جامعاتی دموکراسی واقعا در این 30 سال کو باید تفای جلک تاجیک بود گرفتگی ایزوحال کو میگاش می اومد اولی با ایجاره فهمیده این محتوا یاش بسو بیسته اولی کو باید ایزوحال می اومدیم تفای جلک انم خیلی بود خورده که شوخی نمینم راست میگم بفهم رحمانوف به سواد کدی به خونه کدی به در کدی به زن کدی اوکی زن گرفتم همون جامون دمش اومدم اینا 2 سال شید نیستم چورش کنم علم دادم علم بخدونا نگرفتیم کتابا زهگی اجرا دیگه سرود ریپرو را بگو همین گفته خود دیگه سرود معارفاتون همه چیز تو شرمده های ای بنا میخدو کینو استودیاتون ایکو کینو اقلان یا چیز در پیشرفت باشه که نیسته هیچی در پیشرفت نیسته شرمنده ای بسیار شیرین صحبت کرده یک چی به یادم اومد یا روز یک چی خواندم راستی در اینجا در برای رحمانوف میگه که یک همسینفش از دنغرا اومده است دوشنبه تماشا پیش هیکل سامانی رفته است هیکل در گپ در اومده است خطی همین همسینف رحمانوف بعد گفته است خیلی گپ زده است گفته که چی هیکل سامانی گفته است گفته است اوکی چی حاله ما شاه بدیم ما در وقت شوخی یک اسب داشتیم یا چی داشتیم این دو آوردیم راست منکدین همیجا نه یک استال نه یک اسب اخلان بشیم اخلان اما اسب ما برای ما بیارین بشینیم اوکی گفته است بعد همسیفش رفت از پیش رحمانو گفته است که همی خیلی میگه همی هیکل سامانی قدیما گپ زد همی خیلی میگه گفته است که اوکی نخواه هیکل گپ زنه خیلی نمیشه گپ میزنه بیا بریم اینا خلاصه هر دوش اومدن پیش سامانی وقتی به نزد هیکل میرسن هیکل گپ در میدوره طرفی او همسینف رحمانوف میگه ای آدم من ترا گفتم اسب بیار گاو نه آخی بله برادر حتما همین سامانی را پیش وقت کم تریشش بلندتر بود دیده بده یکا دیوتون هست ما هر روز هم خیمه گذاشتیم گرچنده که یک وقت هم تحصیل میکردیم راست دروغ هم خیمه گذاشتیم در بسیار میدیدمش باور کن همورا خواه کن رشی همورا گرفتن شما باور منه یا نه رشی اون همورا کو گرفتن ای جورا آخی شما اگر صد بزنه ما را ای فکر عقیدم و بیرون بردن نمیتونه ما همین رش ما گرفتی با میمونمش تاقیم بر بسوزون با میمونمش اگر تاقیمون ریشمون باشو ارخر باشم با میرم یا شیشه دیگه میگیرم میخرم بطه چی کار دارم باخی هوی مون بته هوی مون که غلامی را بس کنه مردمی تاجیک بخدا قسم ای بای شرمای اینو میدونم دیگه چی بگم بیا بگو هم قهرمانایی که داوروخ کشتنشون ریپشون میمونن اوخی چومنی ریپ قهرمانو را بکش برور که بگو این یا شیردیلوی وطن بدن محافظت بدن وروخ باید رحمت که پداتا کشتگیو را بروره بگه که اینی خیلی شهیدو بدن در روی حق همه او سه برادر یا چیزی دیگر هم میگم و بعد توکل به خدا میکنم میبرم بردر همین این همی وحدت ده یا بچه امک داریم نه وقت خیلی شیده بگم او معبود همین پیش وقت ماگی همجا 2-3 ماه پیش ماگی بدرستیش انا چی کردیم خیلی او هم همی تا سیاسی رنگ بده که خیلی سیاسی بد نبود خیلی نمو میکرد تا میفهمید کم میفهمید بعد جورت گفت که ده همو گایی میقفت بود 10 سمتا میگیره به هیچی گه میگوی که بچه خیلی ندارم و خیلی به هرچی ارزوترش که 3 سم بگو میگه که یک
یک روز میزنم نازاتی بزنم یا سلفی یا 24 کدامش معقول تای گفتم همش معقول مونه بزنم بر محکم و کلا بریم دیگه انا ایخی هست نه بچه امک مای انا باید بچه امک دیگه دارم اوشم خداوند که هدایتش کنه همین اومد رسید زنگم زد امک چه خیلی سوسته گفتم میشوه همین رسید دایم چیکار یا سیلکش روی کم راستیش یا سیلکه که محمد اقبال روی کم دیم بر زنگ گفتم چوکای برادر گفت دیگه نه زنگ نزد به مرا ای تو چه خیلی گروهی تو گفتم ما همون گروهیم دیگه ابی رحمان و فیش ما خیلی مکاس و جویم برادر ما یاشم او قدسین سالم رفتگی نیست برای هم خیلی ادبی گاو زدن نمیتونم یا جودا داخلم کان مردم کاتش کشیه با هم معلم رو بنو میخدا کو ای بدا استغفر ای چی تا کپی کاتش کم بود با اور اول خچو میدونن اصلا بگو اصلا زکاس میکا ای چون گیجو اصلش بیار ایش بیار اوش بیار آخه گفتم موقع دیگه کاتش کم هم خلاص شید اصل منم خلاص شید مگر ما خلاص شیم با اسیم کورس همین پرت افتم باشه جون خدای ایده میشما کم ماموما همین شما 15 دلار کده من 16 ده خم هم جگیتم دیگه نرفتم ولی یکی برادر سر بچه عمک بسیار داشته دسته ان شاء الله با هم خدا اولادی وهبرم ما کایا محشر ان شاء الله همش عقیده خدمت همین سیر کردم لغتش میکنم او تماشا منش که رویش منن سرم رو ببیناش زنده باشین برادر عزیز تشکر همین که فروختنی من کو هم تبکل هیچ بفروشانم قایم اوچه و همون بفروشانم که بیگزار که هم تدپش خدا بریم همونجا بگیم که این مورم یک کار کی مخری ابا چه بابا ایگیش نگی و تشنگی ایخی نمیشه و کوخی این دنیا از این دنیا همونیم از اون دنیا هم دیگه همین چاپلوسا کو خودشون چاپلوسی مدرویان میکنن آیا تو نراره چاپلوسا که بنا میخدا کو دیگه حق نمیوه که بخره نیست همون حق جو میخریش دیگه اما چه دیگه نیست ایش کنه داره که حق بخری حق خیر شونده همین آیا داد نراره که دیگه نمیوی حق بخری به تشویش سلامت باشید برادر سلیمان شما یگان چی داره؟ خدا حافظ سلام علیکم و رحمت الله در پناه الله باشه ان شاء الله در حق ما هم دعا باشه زنده باشه برادر عزیز تشکر خیلی صحبت خوب کردید سلیمان بفرمایید سلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام و رحمت الله خداوند همین بچه گپ زدگی خیش تاور بیسو داره خداوند عمرش دراز کنه خیش بیسو کنه بیسو گپای معقول زد با خدا گپای خوب زد من همون آدمایی که همون دوری مقصد همون کهنه بگیم انا دیده که مقصد 30 سال میشه که یگان آدم خوب در تاجیکستان نموند همش چین بور کشت یگان تاش نموند اینا من 56 57 رفتم همون زمانه قطعه اینا استاز کبیری محمد اقبال اینا این بچه هایی که هستن سلمان همینو رو من میگم که بیا اجازت یکی بیا بریم اگه نشید به خوبی همه ما کشتن بیا بریم اگه همون سالرمونیم سرش کنیم اینا این مردکا صبر کن آخه چند صبر کنیم تا که صبر کنیم و نه زنمون نه خوارمون نه ریشمون نه سطرمون این خوگی پدر نعلد این انصاف نداره این آدم نیست این آدمگاری ها نمیدونه به خوبی نمیشه اینا همون دوری 92 میگه اینا 92 انشالله با هستن موندگیش زندان کسی میشنه بچه ها دوری 99 اگه سخن شه که دیگه یگان نه استاد کبیره شرک دیگه گوش نمیکنی اگه بیا سرش کنیم که به خوبی پعت نشید خیلی خداوند نگهبان تو باشه پروردگار هم که صف شما را زیاد کنه آمین آمین سلامت باشه برادر عزیز زنده باشید انشاءالله این حکومت انشاءالله سقوط کردنی است و انشاءالله یک کشوری بهتر با خدا قسم از زندگی همه صده تنجای 2 زن 9 10 گولک خونه ده جو ده وطن همی رسیه نکی ناموس همه اولکت من کشته سوده والله بالله این همه اجازت یان که آدم در تمام جو هست این همه تلفن ما آوازم اوجه میشناسن این همه سرش میکنیم نه که همین مردکای خوب اجازت نگه با خوبی پدن علت نمیره و
نه که همین سیم زن همون آزادرش که چقه نشوه التماس همین که خداوند چه خواهش میکنم برادر، خواهش میکنیم به شخصیت نرسید برادر عزیز. آخی نه همون خقر کرده چه مرده گفت زد شما حداقل ما و شما رعایت کنیم همین مسئله در رعایت کنیم برادر. نه که خیر روزی گفت مخل خیر بخشیشو آخه بسیار ناموس منه بسیار قهر منه این که بله میدونم برادر، میدونم همتون علم دارین درد دارین، ولی به هر حال ما باید فرق کنیم یک کم شخصیت این یک 30 سال شد ارزش‌های انسانی را رعایت کنیم خوب میشه برادر. این 30 سال میشه 30 سال میشه ما همه اجداد کردیم این نشید به هیچ رنگ نمیشه چیکارش کنیم؟ همه آدم خوبا برکش نه ملامون نه عامیمون نه پرستوش همه را بور نابود کرد به هیچ گناه. چیکار کنیم؟ تا که گوش کنیم؟ برادر عزیز همین میدونم شما درد دارین، درست است، شما درست میگید، ولی همین که امروز صحبت‌ها زیاد شده است، همین که مخالفین خیلی زیاد شدن، همین که امروز مردم الکی درک کردن، بیداری مردم احساس میشود، این خودش یک قدم به سوی پیش به سوی همون حالت رفته ایستاده است که انشاءالله ما به زودی میرسیم به همون حالت و میبینی که همه چی تغییر خواهد کرد. این دیگه خودش حکومت بسیار کاراش به همین سمت برده ایستاده است. حسنی مبارک کجا شد؟ زین العابدین کجا شد؟ اون دیکتاتورهای دیگر همه رفتن. وقتی که انشاءالله مردم بیدار شوند برادر عزیز اکا انشاءالله همش خوب میشه. همین فقط اینکه ما مردم بیشتر صحبت کند، خاموش نبستد، انشاءالله میشود. همین حالا فکر کن که از 2000 مثلا 15 چقدر فرق کرده است وضعیت، یا از 2018 حتی فرق کردگی است. ما میتونیم فشار بیاریم، میتونیم مثال دیگر، ولی اینا بیشتر کردن در خیمه هم یک گپ دارم که همین امام علی رحمان همین به خوبی برویا اگر به خوبی نه برویا کو سیراونا و عاقبتش همین است. همین به خوبی برویا زواد کنه بروا که خوب غن کاری خوب همه جوره پریپل کاری که باسته که خلق ایست گشتگی مرده است ایست دماسکو حال زوری خلق ببین تماشا منم گریه منم این روز نده این تمام ولایتاش هم خیلی انصاف نداره اون مردک بسش نمیکنه که بسش کنه بروا. درست میگیم برادر. سلامت باشید برادر سلیمان. برادر اشور بفرما. اشور اخیرون آدمی که میگیرین دیگر آدم را نمیگیرین برای به اخیر هستیم. واقعا برادر سلیمان اکای سلیمان همه ما و شما درد داریم، همه ملت درد دارد. اون فرضالی فکر کن که خانواده زندانیا چقدر درد داشته باشن، همه درد داریم. راست میگه با خدا هم قدر داریم که اینمی ما صحبت میکنیم مادرمون فشار، این برادر بابا جان هم صحبت میکنه استاد کبیری، همه برادر محمد اقبال یا ای برادرای گروه 24 همه این نه انصاف دارد دیگر. حتی فکر کن که اون موی سفیدا را رحم نمیکند، کمپیرا را رحم نمیکند. اون بیچاره همین حاجی حلیم برادراش اکاش مخالف حاجی حلیم بودن، رفتن خودشون اسپاریدن، چند روز بعد رفتن کشتن گفتن قطعی حاجی حلیم بود. این انصاف نداره بر خدا. من همه وقت یار در قواتون. سلامت باشه برادر. سلامت باشه اشور برادر. اشور بفرما. بعد همین دیگر برادرها را قبول نمیکنیم به خاطر اینکه برنامه خیلی دراز شد. بفرما برادر اشور بفرما. مثل که این برادر هم نیستن و دیگر ما برادرای عزیز خواهران گرامی برای اینکه با ما بوده تشکر میکنم، بخصوص برادرانی که در اینجا صحبت کردن، لایک موندن، تبلیغ کردن، تشکر خاص میگویم. همچنین از خصوصا برادری که صحبت کردن خیلی صحبت‌های خوب کردن. واقعا هم هرچند خیلی که برادر بابا جان گفتن ما میخواستیم در همون موضوعی که امروز بحث کردیم در اون باشد، ولی ملت بسیار درد دارد و ما این قسم از صحبت ها را میگذاریم که ملت مردم درد خود شب بگوید و واقعا هم درد دارد و این جای باشد که ملت بتواند گپ شب بگوید. یک بار دیگه همه شما تشکر میکنم، بخصوص همکار عزیزم برادر
بابا جان قیومزاد که این برنامه را یک جای بردین. تشکر میکنم. خدا یار و مددگارتون در پناه الله باشه. خداوند نگهبانتون باشه.